بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. به برنامه پلان آن روی سینمای ایران خوش آمدید. خوشحالم که یک بار دیگه و در یک چهارشنبه دیگه میزبان شما در برنامه پلان هستم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. اما مثل همیشه در بخش اول فروش گیشه سینمای ایران رو تقدیم شما میکنیم. برمیگردم و در خدمت شما خواهم بود. گیشه سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت با فروش حدود 0.5 میلیون قطعه بلیت به ارزش حدود 41 میلیارد بازم یه هفته معمولی رو تجربه کرد و نتونست به روزای خوب خودش برگرده. این در حالیه که در این هفته یک کمدی عامه پسند، یه انیمیشن کودکانه و یه درام پرستاره توقیفی به چرخه اکران اضافه شدن و این امید میرفت که گیشه بهتری رو رقم بزنن، ولی کمتر از 10% به افزایش گیشه کل هفته کمک کردند. در این هفته بالاخره مرد عینکی بعد از 9 هفته متوالی صدرنشینی از رتبه اول جدول فروش پایین اومد و جای خودش رو به قسطنطنیه، کمدی جدید روی پرده داد که در هفته اول با نزدیک به 170,000 تماشاچی به گیشه 13.5 میلیاردی دست پیدا کرد و 1/3 کل تماشاگرای هفته رو به خودش اختصاص داد. در رتبه دوم مرد عینکی قرار گرفت که با جذب 14% از مخاطبای هفته 72,000 قطعه بلیت به ارزش حدود 6 میلیارد فروخت و از مرز 150 میلیارد رد شد. بعد از این دو کمدی نوبت به پویانمایی یوز، دومین فیلم جدید گیشه رسید که هفته اول اکران و با گیشه 4.5 میلیاردی حاصل از کشوندن 62,000 مخاطب به سالن‌های سینما شروع کرد. این پویانمایی تونست 12% مخاطبای هفته رو به خودش اختصاص بده. بعد از ناجورها و پیرپسر در رتبه‌های 4 و 5 جدول فروش هفتگی که هر کدوم حدود 3 میلیارد و 200 میلیون فروختن، لاک‌پشت سومین فیلم جدید این هفته که با جذب 33,000 تماشاگر کمی بیش از 3 میلیارد فروخت، رتبه ششم گیشه هفتگی رو در اختیار گرفت. 3 درام اجتماعی زن و بچه، ناتور دشت و گوزن‌های اتوبان هم رتبه‌های هفتم تا نهم جدول فروش این هفته رو به خودشون اختصاص دادن و هر کدوم بین 2 تا 2.5 میلیارد گیشه داشتن. نکته جالب سینمای این هفته افت بیش از 45% فروش مرد عینکی و ناجورها، کمدی صدرنشین و افت بیش از 30% بیشتر فروش دراهای روی پرده بود که نشون میده اغلب این آثار به سقف خودشون رسیدن و چه بسا بیش از زمانی که باید روی پرده موندن. خب به امید پرمخاطب بودن و بهتر شدن سینمای ایران، اما یکی از مسائل جدی که در سینمای ایران به نظرم جای تأمل داره و بررسی جدی، بحث سینمای کودک هست. اگر بنا بود که ما بر اساس موضوعات روز و جذابیت‌های روز و به نوعی و به تعبیری وایرال شدن موضوعات برنامه رو ما بخوایم تقدیم شما بکنیم، شاید خیلی موضوعات دیگه‌ای بود که ما میتونستیم راجع بهشون صحبت بکنیم، ولی ما تلاشمون اینه که بخش‌های مختلف و موضوعات مختلف سینمای ایران که تأثیرات جدی بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه رو داره در این برنامه بررسی بکنیم و موضوع سینمای کودک و نوجوان یکی از موضوعات جدی هست که از اونجایی که در آستانه 37مین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان هستیم، امشب به این موضوع میپردازیم و مهمانان عزیزی خواهیم داشت که راجع به این موضوع جدی و شاید کم متولی صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که نتیجه مثبت و خوبی هم خواهد داشته باشه. با همدیگه یک بخش رو ببینیم و میزبان مهمانان عزیزی خواهیم بود. چند سالی هست که با فروش قابل توجه انیمیشن‌های سینمایی در گیشه خیلی از سیاستگزارای فرهنگ و هنر کشورمون بازم به یاد مخاطب کودک و نوجوان افتادن و اونا رو به عنوان یه راه مناسب برای خروج سینما از بحران اقتصادی این روزا دونستن. با این حال نگاهی به سینمای کودک و نوجوان در سالهای اخیر نشون میده که بجز چند انیمیشن اغلب آثار سینمای کودک گیشه فوق‌العاده‌ای نداشتن و خیلی از آثار هم برای تولید
به حمایت‌های دولتی نیاز پیدا کردند. این مشکل حتی به سینمای انیمیشن هم لطمه زده و به شکست تجاری بعضی آثار مثل شنگول و منگول منجر شده. از طرف دیگه کیفیت خیلی از آثار سینمای کودک هم مناسب نیست و بچه‌ها برای تماشای اونا روی پرده سینما رغبتی ندارن. این در حالیه که تعداد تولیدات سالانه سینمای کودک هم چندان کافی نیست. به این نشون که 25% آثار بخش ملی این دوره از جشنواره کودک، یعنی 2 فیلم بچه مردم و چشم بادومی، برای مخاطب بزرگسال ساخته شدن و بیشتر درباره کودک و نوجوان هستند تا برای کودک و نوجوان. جالبه بدونید تعداد پایین آثار دارای کیفیت لازم برای پذیرش در این دوره جشنواره یه جورایی مورد اعتراض دبیر جشنواره هم قرار گرفت که در نشست خبریش این مورد رو به عنوان یه نشانه از کیفیت پایین فیلم‌های کودک و نوجوان ایرانی دونست. با همه این احوالات جشنواره فیلم کودک اصفهان امسال هم به راه خودش ادامه میده و مدیرای سازمان سینمایی هدف گذاری کردن که بالاخره این جشنواره رو به جایگاه خوب خودش برگردونن و به وسیله این رویداد در سینمای کودک ریل گذاری کنن تا کیفیت و کمیت همزمان افزایش پیدا کنه. این جشنواره که حالا به دوره 37م خودش رسیده در 3 بخش ملی، بین الملل و ویژه از شنبه 12 مهر شروع میشه و تا چهارشنبه 16 مهر در شهر اصفهان ادامه داره. خب موضوع مهم سینمای کودک، سینما برای کودک یا سینما درباره کودک و یا ضلع سومی که میشه گفت سینما با کاراکترهای کودک. به نظر این موضوع خوبی میتونه باشه برای یک گفتگو که با مهمانانی که ما در خدمتشون هستیم، خانم نادره ترکمانی، کارگردان سینما و کارگردان فیلم کودک. سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شب شما بخیر. زنده باشید، خیلی خوش اومدید. و جناب آقای فریدون نجفی که من یک بار دیگه سعادت دارم میزبانشون باشم. سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید. متشکرم، شب شما بخیر و شب بینندگانم بخیر. در خدمت شما هستم. ما در ایام جشنواره فجر با فیلم خاطی در خدمت شما بودیم و حالا با موضوع فیلم کودک که انشالله در جشنواره فیلم کودک فکر می‌کنم حضور داره در خدمت شما هستیم. با اگه اجازه بدید با خانم ترکمانی شروع کنیم. خانم ترکمانی، اصلا چی شد که رفتی سراغ فیلم کودک؟ به نظرم یکی از جاهایی هست که به ظاهر در واقع خیلی پروپاگاندا، خیلی تبلیغات جدی و شاید اعتبار آنچنانی برای افراد ایجاد نمیکنه، ولی تأثیر جدی داره و شاید خیلی باید نگاه خاصی داشته باشی و نگاه فرهنگی خاصی داشته باشی که به این سمت روی. چی شد که شما به این سمت رفتید؟ والا خیلی رفتیم به گذشته. آره، میخوام از اونجا شروع کنیم که ببینیم الان این نگاه وجود داره یا نه. والا اگر اون زمان میدونستم که به اینجا کشیده میشه نمیرفتیم. شاید یه ذره با فکر کردن و با تعمق این حوزه سینما رو ادامه میدادم، ولی اگر با دل و جان و قلبم بود و باشه همچنان این مسیر رو اون موقع هم انتخاب میکردم. سینمای کودک همونطور که از اسمش برمیاد، سینمای کودک و نوجوان سالم ترین نوع سینماست و میتونه فضایی داشته باشه که خانواده رو هم جلب و جذب خودش بکنه. نوعی از سینماست که میتونه بدون زمان و مکان در سالهای متعدد برای مخاطب جذاب باشه و از همه مهمتر که اینکه مخاطبین شما گروه آینده سازان مملکت هستن و راحت هم میتونه در سرتاسر دنیا با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار بکنه. این ویژگی تمام آثاریه که به نحوی از آنها برای کودکان و نوجوانان ساخته شده در سرتاسر دنیا. کمان که الان میبینیم آثاری که در جاهای مختلف دنیا تولید میشه بچهای ما میبینن. حتی من دیدم بچه‌ها پای فیلمی میشینن که نه زیرنویس داره نه زبانش رو میشناسن ولی با فیلم ارتباط برقرار میکنن. خب من از اونجایی که علاقه خیلی زیادی به حوزه افسانه‌های ایران که بسیار گسترده هم هست، اصلا ما دریایی از افسانه در کشورمون داریم که خب سالیان سال من خودم محصول نسلی هستم که با افسانه‌های مادر بزرگامون، شبای چهارشنبه سوری، شب یلداها یا شبایی که بیدار میموندیم
کودکیمون رو طی کردیم و جذابیتی که در اونها دیدم، این تصور رو داشتم که در پرده سینما این جذابیت میتونه صدچندان باشه. علل خصوص این که یادم دوره دانشجوییم تو دانشکده سینما و تئاتر یکی از بچه‌ها یه مطلبی رو آورد، گفتش که والت دیسنی گفته آثاری رو به من بدید، فیلمنامه‌هایی رو به من بدید که قابل تولید نباشه و اینقدر بچه خیال درش گسترده باشه که ما اونها رو تولید بکنیم برای کودکان و نوجوانان. چرا که خیال انگیزی مهمترین بخش برای کودکان و نوجوانانه. این تو ذهن من موند. خب البته من سالیان سال مستند کار کردم. بله. مستندم درباره کودکان بود، یعنی مستندایی بودش که به مسائل تلخ شاید اجتماعی، بزهکاری‌های کودکان، تکدیگری در کودکان، متاسفانه این گروه‌هایی که بچه‌ها رو اجاره میدادن و حتی بچه‌هایی که توی سنین قبل از سن 18 سالگی محکومیت اعدام براشون در نظر گرفته شده بود. یک مجموعه بسیار تلخ اجتماعی بود درباره کودکان. ولی دلم می‌خواست وارد حوزه سینمای داستانی وقتی میشم برای کودکان فیلم بسازم. بک‌گراندم هم که افسانه‌ها بود. رو آوردم به سمت افسانه‌ها و دیدم که یکی از افسانه‌هایی که خب سالیان سال در ایران و جهان و در بین اقوام متعدد ایرانی و کشورهای متعدد، چه در اطراف کشور خودمون و جای دیگه روایت شده و جذابم بوده، ساختار زنجیره‌ای هم داره، خالص سوسکه است. بله. برای همین خالص سوسکه رو انتخاب کردم. حالا شما داشتین صحبت می‌کردیم، گفتیم فیلم‌هایی که برای کودکانه، درباره کودکانه یا بازیگران کودک داره. خالص سوسکه اصلا بازیگر کودک نداره و کاملا همه بزرگسال هستن، ولی از اونجاش جایگاه افسانه گونه داره و دنیای فانتزی رو برای بچه‌ها باز میکنه. فیلم برای بچه‌ها در واقع ساخته شد. حالا نقدای خودش رو در زمان خودش داشت. هیچ وقت تلویزیون حاضر به اکران فیلم نشد، ولی در دوره اکران خودش جزو پدیده‌های سینما شد و خیلی پرفروش شد. علیرغم که اولین فیلم من بود، خیلی شاید پتانسیل‌های خاصی رو که الان مد نظرم هست به عنوان آدمی که پخته تر شده، اون موقع شاید تو اون حوزه نداشتم. فیلم خیلی ساده تولید شد با بازیگرایی که خب خانم سهره ولدی بسیار خوش درخشیدن، مرحوم علی سلیمانی که خیلی قشنگ و با عشق واقعا کار کرد تو این کار، و سایر دوستانی که از بچه‌های توانمند تئاتر بودن و همه واقعا با شوق اومدن تو این کار، باعث شد این کار سرپای خوشحال شاد شیرینی باشه. هفته پیش من جایی بودم، یا آقای متوجه شد من کارگردان خالص سوسکه‌ام، گفت خانم ترکمانی بچه ما اینقدر این فیلم خالص سوسکه رو دیده، من نمیفهمم مگه توش چی داره. اون دنیای خیال انگیز و فانتزی شاید جذبش کرده بود. این شد که وارد حوزه سینمای کودک داستانی شدم و عملاً از مستند درباره کودکان فاصله گرفتم، چون راستشو بخواید هر چقدر داشت میرفت جلوتر من دیدم مسائل اجتماعی حاد در حوزه کودکان به قدری زیاده که اگر قرار باشه من مستند بسازم باید به اندازه 10 نفر آدم عمر بکنم که بخوام این مسائل برم جلو، مضاف بر این که دیدم تأثیری هم نداره. رفتم سراغ یه کار ایجابی. دقیقاً. این شد که وارد حوزه سینمای کودک و نوجوان شدم. خوشحالم هستم از این بابت، به خاطر اینکه این باعث شد من وارد فضایی بشم که با بچه‌ها خیلی ارتباط مؤثر و خوبی داشت. بسیار عالی. خیلی بحث داریم راجع به موضوعاتی که حالا شما فرمودید مقدمه‌شو، حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد. آقای نجفی شما هم بزرگسال کار کردید، فیلم بزرگسال، هم فیلم کودک. من موی گرگو نمیدونم فیلم درباره کودک یا برای کودکه، ولی فیلم های دیگه بازم کاراکتر کودک داشتید. یعنی مثلا اینکه شاید وقتی که انتخاب میکنه آدم میگه فیلم بزرگسال میسازم، دیگه برگشتش این که فیلم برای کودک یا درباره کودک بسازه خیلی سخت باشه. و از اون طرف یه چالش دیگه هم وجود داره، شما تو همون فیلم های بزرگسالتون هم بازیگرای کودک و خردسال دارید که به نظرم خیلی چالش سختیه. شما معمولا مخاطب دنبال سوپر استار و بازیگرای بزرگساله، ولی اون مکملی که وجود داره کنارشون به نظرم خودش که چالش جدیه. شما چرا واقعا به سمت فیلم کودک رفتید و حتی کاراکترهای کودک رو تو فیلماتون زیاد می‌بینید؟ عرضم به حضورتون من آره دیگه، ما هم دقیقا برمیگردیم به خیلی سالهای گذشته. من قبلی که فیلمساز بشم در اصل معلم بودم. شاید معلمی که من داشتم باعث شد یه خورده دنیای بچه‌ها رو بیشتر بشناسم
و سینمای کودک رو انتخاب کردم چون من فیلمای اولم همش کودکه، یعنی فیلمایی هم میسازم که مرز بین این دوتاست، یعنی هم برای کودک هم مخاطب بزرگسال میبینه. و خاطی این وسط من چون بالاخره فیلمسازه، حالا چه سینمایی، من معتقدم تو هر ژانری، تو هر سبکی تو باید فیلمو بسازی، حالا بلد باشی فیلم بسازی. یعنی ما تا حالا اینکه به چه سینمایی تو علاقه داشته باشی، دنیا، من اصلا سینمای کودک انتخاب کردم به خاطر دنیای کودکانه و معصومانی این بچه‌ها، از زبون اینا حرفای خیلی بزرگتری میشه گفت و حتی تاثیرش هم خیلی بیشتره توی عرصه جهانی، از زبون اینا تا حرف زنی بیشتر شنیده میشه و به نظر من بیشتر به دل میشینه. ببینید سینمای، حالا این دوتا چیز که گفتیم، من معتقدم اینا باید توی حتی فستیوال ها و توی اکران باید اینو 50-50 ببینن. یعنی ما هم سینمای برای کودک نیاز داریم و هم درباری کودک، چون یه بخش مهم ما خانواده هاست، مسئولیت اجتماعی خانواده نسبت به بچه ها و کودکان و آسیب‌های اجتماعی، اینا چیزای ساده ای نیست که راحت از کنارشون بگذریم. حالا بحث موی گرگ شد، چون قصه موی گرگ هم یه قصه‌ایه که بیشتر درباره بچه هاست این فیلم، یعنی حالا تو بخش نوجوان رفت و حالا مخاطب بزرگسال از 10 سال به بالا من بگم بهتره که این فیلم ها رو میبینن، چون قصه راجع به یه باور اجتماعیه که بچه ها از همون اول که نیاز به تخیل دارن و باید درگیر قصه ها و افسانه ها و حالا اون چیزایی که رنگ بوی ایرانی دارن باید درگیر این قصه ها بشن. ما یه سری باورها و اعتقاداتی داریم توی جای ایران، حتی همین تهران، همه جا هست، متاسفانه هنوز سایه‌شون هست و از بچگی این بچه ها درگیر این باورهایی که شبیه افسانه است، یعنی تو به عنوان تخیل با اینا بازی میکنن و وقتی که معمولا توی اون فیلم های افسانه بچه وقت بزرگ میشه به این درک میرسه که این افسانه بود و دیگه جدا میشه ازش. ولی ما یه سری باورهایی داریم که اینا همراه این بچه ها تا سن تا کهنسالی هم برن، اینو همراه خودشون دارن، هیچ موقع تخیلی که دیگه باورش کردن و اعتقاد دارن بهش و اینا کلی آسیب میزنه دیگه به قول بچه، اعتقاداتی که ما مجبوریم بخورونیم به این نسل و یه عمری با این زندگی کنن و بعداً با توجه به شرایط جدید و تکنولوژی و شرایطی که الان پیش مدرنیته، اینا یه چیزی همراه خودشون دارن که سخت، حالا آپدیت کردن اینا با فضای جامعه امروزی خود سخت میشه و اینا خودش آسیبزاست. حالا من قصه رو چون نگفتم به خاطر یه قصه‌ای که گفتن یه خطیشه بگی سریع کل فیلم لو میره که بگم چیه. یه قصه جذاب کودکانه است، چون حالا من سعی میکنم از خود بچه‌ها از نوع بازی، حس حالای خوبشون، یعنی فیلمایی که بیس مستند داره، یعنی در اصل داستانیه ولی اینقدر فیلم مستنده که تو همه چی رو باور میکنی و میری توی داستان اینجوری. و به نظر من اینا 50-50 است، چون من هر دو سینما رو دوست دارم، یعنی هم برای بچه‌ها معمولا که ما تو ایران خیلی سخت به ندرت، حالا تو یه دهه‌ای بود که واقعا خیلی خوب بود سینما، حالا تو اون دهه‌ای که خانم ترکمانی هم خب دیگه جز پیشکسوتان و دست پنجه نرم کردن، ولی الان توی دوری جدید ما سینمای برای کودکی واقعا نداریم. بچه‌هایی که الان دارن با در اصل فیلم‌های معروف دنیا، با اینترنت، با سریال‌های خارجی و همه چی دارن این فیلم‌ها رو می‌بینن و فیلمایی که لازمه اینه که اصلا فیلمایی که تو میخوای قوه تخیل بچه‌ها رو تقویت کنی، نیاز به فیلمایی که با اون تکنیک‌های ویژه ساخته بشه و باورش کنن که ما هم به لحاظ امکاناتی خورده حالا سالی به زور بزنیم یه فیلم بتونیم مثلا با اون امکانات تازه نمیرسه در سطح جهانی، حالا با اون بخوایم با کارهای والت دیزنی یا پیکسار و اونو بخوایم مقایسه کنیم اصلا قابل قیاس نیست که ما اصلا توان تکنیکی و هزینه اونو نداریم همچین فیلمایی بسازیم، مجبوریم رو بیاریم یه سری فیلمای موزیکال. خب فیلمای موزیکال هم خب تو این سالها خیلی ها
دقیقاً مثل فیلم‌های کمدی بزرگسالمون هست که الان فروش میکنه به طرز عجیب، یه ذره سطحی و لودگی و همه چی توشون هست. موزیکال کودکمون هم داره میره به این سمت و سو. اتفاقا می‌خواستم همینو بگم که خب ببین تو حوزه کودک باز اون بحث گیشه هم مهمه دیگه که یعنی بتونه باز ادامه پیدا بکنه و باز یه کلیشه جدیدی اتفاق افتاده، شکل گرفته، اونم همین بحث موزیکال که مثل فیلم‌های کمدی ما باید یه جوری بالاخره کودک رو ترغیب بکنه بیا سینما و اون وقت با اون هدف تربیتی که معمولا سینمای کودک دنبالشه یه تعارض جدی پیدا میکنه که این وسط حالا کدوم طرف رو باید بگیریم و کدوم سمت بریم خودش یه مسئله است. به نظر این نکته جدیه که این فیلم‌های موزیکال پیش آوردن. الان باید فیلم آقای نجفی فیلم گیشه هم هست. نه این فیلمی که آقای نجفی کلا فیلم گیشه کار نمیکنه. هست چرا خاطیو میشه گفت یه ذره حالا گیشه چون هنرپیشه داره، چهره داره و فیلمیه که ممکنه تو گیشه اتفاقات بیفته، ولی این فیلمایی که من میرم به قول از خود بچه‌های هر منطقه میرم، از بچه‌های باز منطقه زاگرس و از جنس همونجا و به قول سعی میکنم اون چیزو حفظ کنم، چون بازیگر چهره که من نمیبرم معمولا گیشه بخشش استار دیگه گیشه رو چیز میکنه. فضای مستندگونه که گفتین متوجه شدم. به این مستندگونه‌ای که همه رو جذب میکنه، چون این بچه‌ها لحظات جذابی دارن که مخاطب بشینه کنار فیلم، از اول فیلم بشینه تا تهش میره، یعنی درگیری این بچه‌ها میشه به لحاظ احساسی. ولی خب معمولا گیشه اینه که سردر سینما رو نگاه میکنن، اسامی رو میشمارن، یعنی کدوم هنرپیشه هست کدوم نیست، چیزی که رایجه. ولی خب این فیلم ها معمولا یا توی سینمای خاص و بیشتر تو بخش بین الملل خوب دیده میشن، شاید اصلا مخاطب اونور یه ذره ویژه تر به این ماجرا نگاه میکنه، چون مخاطبامون ما یه جوری طراحی کردیم خودمون بهشون، یعنی مزاج اینا رو طراحی کردیم که باید این فیلم ها رو ببینید، گیشی ما اینه، باید اینجوری برین تو سینما و چیز نشده و سالهای سال همونه. یعنی سینمای ما الان با وجود تکنولوژی و در اصل این فیلم های موبایلی اینا که اومده خود سخت شده مدیریت به قول این کار، چون بچه ها راحت توی پلتفرما و فیلم های بین المللی و اگه بخوان سرگرم بشن که اصلا تو گوشی تو بزنی همش سرگرمیه. اینقدر بلاگر اومده که خیلی جلوتر از سینمای ما همونه. اگه بخوان بحث سرگرمی و این فیلم های پرفروش ما رو بیاریم، همین بلاگرها به نظر من خودشون جلوتر از اینو فروش. این نکته جدی که وجود داره خانم ترکمانی، ما واقعا اگر بخوایم اثر بذاریم باید اول دیده بشیم و این مسئله است تو فیلم های ما، اینکه ذائقه مخاطب ما و مخصوصا حالا فرزندان کودکان ما یه جوری شکل گرفته با همین فیلم های حالا غیر ایرانی، هالیوودی، حالا غربی و غیره، و فیلم هایی که ما میسازیم یه نگاه تربیتی که خیلی هاشون هم بر اساس افسانه ها، داستان های ایرانیه. من یه مثال کوچیک عرض بکنم خدمت شما. من مثلا به پسر خودم میگفتم که قصه های خوب برای بچه های خوب رو بخون، یکی دو تا داستان رو میخوند، گفت نه من اینو دوست ندارم و میرفت یه کتاب دیگه بود که سری هم بود، روی خانه درختی همچین چیزی، براش خیلی جذاب بود و کتاب 200 خورده صفحه‌ای رو مثلا عصر میرسه تا شب میخوند، تا آخر شب میخوندش و نشون میده که اون تونسته ذائقه نسل جدید رو پیدا بکنه. ولی ما تو کتابامون که نتونستیم، معمولا توی فیلم ها هم داره کم میشه. این تعارض رو چجوری باید حلش کرد که هم توی دام ذائقه جدیدی که شاید نگاه فرهنگی وجود نداره نیفتیم، همین که اثرگذاری خودمون رو داشته باشیم. آقای فکری، من واقعا یه سوالی میکنم، مگه کتابای درسی تونسته بچهای ما رو جذب کنه؟ مگه ادبیات داستانی داخلیمون تونسته بچه‌ها رو جذب کنه؟ مگه ما نشریات و مجلاتی ویژه کودکان و نوجوانان داریم که الان بیان بگن وای پرفروش و همه رو جذب کرده؟ سینمامون هم همینه. داشتم به آقای نجفی گفتم من نمیتونم باور کنم که بدون برنامه ریزی خاص سینمای کودک به این ورشکستگی و ببخشید به این فضاحت افتاده، به این مرگ و میر افتاده، به این روزهای سخت فاجعه بار افتاده. چطوره که تو کشور ما وقتی قراره که این لیوان برند بشه، دیده بشه، همه تو خونه هاشون، تو محل کارشون، تو مدرسه هاشون از این لیوان استفاده کنن، ظرف 3 ماه این لیوان همه گیر میشه؟ چطوریه؟
ولی وقتی قراره که این لیوان رو بزنن زمین و این تبدیل به بدترین لیوان، بی‌کیفیت ترین لیوان، هیچ کس ازش استفاده نکنه، این اتفاق میفته. سینمای کودک الان در وجه دوم همین مدله. سینمای کودک واخورده، شکست خورده، تلخ، بی مخاطب، سرد شده، مرده، چیزی نیستش که بدون سیاست گذاری به این روز رسیده باشه. من الانشون به ایشون گفتم من دیگه متولد 44م، 60 سالمه، دیگه بچه که نیستیم بگیم بر اساس یه سری اتفاقات سینمای کودک به این روز افتاده. یعنی انفعال نیست، یعنی شما به نظر این یک برنامه جدیه. دقیقاً یک برنامه ریزیه. من سوال میکنم بودجه‌ای که برای سینمای کودک سالانه بنیاد فارابی در نظر میگیره بیاد اعلام بکنه. این بودجه کجا میره؟ صرف تولید چه آثاری میشه؟ آیا برای فیلم کودک تا حالا عنوان فیلم فاخر در نظر گرفته شده؟ چرا فیلم کودک نمیتونه فیلم فاخر باشه؟ بله. چرا بودجه های تو سری خورده و حالا این یه ذره‌اش مونده اون یه ذره‌اش مونده همه رو صرف آثار دیگه در گونه‌های دیگه بکنیم، این یه ذره پس مونده رو بدیم به سینمای کودک؟ خیلی خوب، سینما دارم آقا فیلم‌های دیگر رو ببریم روی اکران. تو حوزه سیاست‌گذاری مهم نیست، اون سانس‌های به درد نخورتون رو بدید به سینمای کودک. در حوزه برگزاری جشنواره کودک کشور در سکوت مطلق، الان 2 روز دیگه مونده به جشنواره کودک، همه خبرگزاری دارن راجع به سینمای کودک صحبت میکنن. 12 تا 16 که تمام بشه تموم شد. و جشنواره کودک ببینین فقط یک جشنه برای اینکه مدیران با خانواده هاشون برن، ببخشید اونجا جشنی باشه، بچرخن تو اصفهان، حالا جاهای دیدنی رو ببینن، این تورا ببرن بگردوننشون بیان، بعد تمام. به ایشون گفتم فیلم با موبایل تولید میشه، برای اینکه فیلم برسه به اسم اینکه فیلم سینمایی ملی جشنواره داریم بهش پروانه ساخت سینمایی میدن، میاد در بخش ملی سینمای کودک. این فحشی از این بدتر هست؟ و به نوعی به نظر میرسه که فیلم ها جمع آوری شدن که بتونیم یه جشنواره برگزار بکنیم. آفرین. هر جور شده بریم سراغ فیلمی که جشنواره داشته میمونه. الان شما امشب مهمون میخواد بیا خونه‌تون، ساعت 11 شب اون چی بود کبرا خانم زن با سلیقه، آره 11:30 شب میگه من میخوام شام بیام. ایوا چیکار کنیم؟ این 2 تا تخم مرغ هست، حالا گوجه هم هست، 2 تا سوسیس کالباس همون زیر بزنیم دستش که حالا این چند تا مهمون دارن میان، ما یه جوری سراتش رو هم بیاریم. جشنواره کودک این شده. این نیستش که برنامه‌ریزی داشته باشه. نمیدونم چندمین سالش داره برگزار میشه. این دوره 37مینه. خب 1 سالش که برگزار نشد، بعدش هم گفتن 2 سالانه بشه، بعدش هم گفتن اصلا برگزار نشه، بعدش هم هی ما سینماگرای کودک گفتیم آقا این چراغی که داره سوسو میزنه بذارین روشن باشه. ولی بعد مثل این که اینا به این نتیجه رسیدن فقط همین چراغ سوسو بزنه کفایت میکنه. بابا یه برنامه‌ریزی بشینین بکنین. ما این همه آدم داریم که همه دارن فکر میکنن مدیران ارشد سینمایی هستن. بشینین یک برنامه‌ریزی ساده، ما نمیخوایم چیز پیچیده عجیب غریبی باشه برای این سینمایی که دیگه سالیان سالی داریم. اول گفتیم داره میمیره، بعد گفتیم نفس‌های آخرشه، بعد گفتیم الان براش سرم زدن، بعد گفتیم دیگه اکسیژن، الان باید بگیم مرده رو تو گور درارید. ببینید سینمای کودک به این روز افتاده، در حالی که ما 14 میلیون مخاطب داریم که این 14 میلیون به هر کسی شما در هر جایی از دنیا بگید که ما برای این طیف میخوایم فیلم بسازیم، میگه وارد این عرصه شو. بله. وارد این عرصه شو، به شناسایی برس، علایق رو بشناس، زمینه ها رو بچین، سیاست گذاری ها رو آماده کن، بودجه بیار، تهیه کننده ها رو بیار جلو، سرمایه گذارا رو بیار جلو، سینماهای ویژه بیار، اکرام بکن، حوزه تبلیغات، شهرداری، حوزه هنری، تلویزیون، اینا همه رو به کار بگیر، فیلم کودک بدرخشه. بعد حالا سینماگرای دیگه هم جلب و جذبش بشن. ما سینماگرای کودکمون همه رفتن بنده خدا دارن یا کارهای دیگه میکنن یا اصلا حوزه سینمای کودک رو رها کردن، در عرصه دیگه دارن فعالیت میکنن. ببینین واقعا من امروز هم که دوست عزیزمون تماس گرفت گفت اینجا نشست داریم، چون عنوان سینمای کودک بود، با اینکه امروز روز خیلی شلوغی بود برای من، گفتم حتما میام. چرا؟ به خاطر اینکه بیایم حرفامون رو بزنیم با اینکه هیچ کس نمیشنوه. اینو به شما بگم، این حرفایی که ما داریم اینجا میزنیم، انتقاد میکنیم، پیشنهاد میدیم، نظر میدیم، زمزمه هامون رو میگیم، درد و دلامون رو میکنیم، واگویی هایی که با هم دیگه داریم اینجا مطرح، هیچ کس نمیشنوه این حرفا رو. مطمئن باشید حرفایی که در ارتباط با سینمای کودک هست هیچ کس نمیشنوه، گوشا اون موقع بسته است. این متولی وجود داره و نمیشنوه، اصلا متولی نداره. آقا بنیاد فارابی که از مدعیای متولی سینمای کودکه. بله. درسته؟
تلویزیون چقدر بودجه میذاره برای شبکه‌ها؟ این مسئله آقا حوزه هنری خودش. حالا نکته من اینه که اتفاقا خانم ترکمانی این که متولی تخصصی گویا ما نداریم که اصلا بگه من اختصاصا و تخصصی اون حوزه کودک کار میکنم. چون فارابی میگه که خب من کار فاخر میسازم، کار اجتماعی میسازم، کودکم دارم. از اون طرف نمیدونم حوزه هنری همینطور بیاد مسئولیتشو به جای دیگه واگذار کنه. هم نکته اینه که چرا ما متولی تخصصی نداریم. من یه دوره کار کودک کار کردم تلویزیون، بعد از اینکه سالها مثلا کار بزرگسال کار کردم و یه تجربه خوبی بود و توی جلسه تنها جمله‌ای که گفتم من به این نتیجه رسیدم که کودک اصلا متولی نداره. چیزی که ما شاید در 60 و 70 جدی بود، یعنی ما تو حوزه مطبوعات، کتاب، انیمیشن و به جایی که بریم جلوتر رفتیم عقب. ولی انگار نه مجله‌ای وجود داره، نه کتاب درستی، یعنی انگار اصلا چیز نداریم، متولی نداریم. نه اینکه بگیم متولی کارش خوب انجام نمیده. نمیدونم آقای نجفی نظر شما چیه؟ ببین من دقیقاً همینو میگم. یعنی الان این چند تا نهاد دنبال سینمای کودک هستن، به کانون فکری، فارابی، حوزه هنری، هر کی برای خودش داره فیلم کودک میسازه. بله. این که اگه اینا متمرکز میشد یا به مرکزیت همین فستیوالی که داره برگزار میشه، چون فستیوالی که فقط برگزار میشه دیگه خاموش میشه تا سال بعد، همونجوری که خانم ترکمانی گفت نیستش. یعنی بخش اکثر فستیوالای کودک جهان اینجوری هن دیگه. یعنی در طول سال اصلا دفتر دایره و حمایت ها و فاند ها و این مسیرها رو دارن که اصلا یه بخش حمایتی فیلمسازای کودکه. یعنی ما هر فیلمساز ایرانی اومد یه کودک ساخت، جواب نگرفت، سری رفت تو فیلم اجتماعی و اصلا فاصله گرفت. اکثر فیلمسازای معروف و مطرح ما، یعنی از استاد کیارستمی، بیضایی، همه سینمایی که امیر نادری، این همه سینمای کودک کار کردن و مهمترین فیلماشون هم آقای مجیدی. آره دیگه، ببین مهمترین فیلماشون هم فیلمای هم دقیقاً فیلمای کودکن. از اینجا با این فیلم‌ها جهانی شدن. اصلا آقای نجفی حوزه معرفی سینمای ایران به جهان با حوزه سینمای کودک جوان بوده. دقیقاً. یعنی مدیرای ما به این مسئله هم توجه ندارن. سینمای ایران رو چجوری شناختن توی دنیا؟ چجوری شناختن؟ برگردید عقب یه نگاه بندازید، بعد شما همین سینما رو کشتید. دقیقاً. اینه که اگه به نظر من یه مرکزیتی داشته باشه که این همه نهادها اینا بشن یکی، یعنی یه شورای کودک داشته باشه و فیلمنامه ما هر سال داریم فیلمنامه میدیم مثلا به هر چند تا مرکز و هیچ موقع هم نتیجه نمیگیریم. جالبه. من میرم خودم یه دوربین برمی‌دارم، من اینجوری شدم دیگه شدم. آره داشتی تعریف می‌کردی، تعریف کن اتفاقا فیلم امسالتون چه جوری مدلی که مثلا فیلم برمی‌دارم خودم میرم مثلا یه فیلم میسازم. حالا بکنید خودشون یه نفر دوربینو گرفته دستشون، رفته در اون منطقه به خصوص بازیگر کودکشون هم ایشون نوجوان پیدا کرده، شروع کرده ایشون 24-5 روز همونجا خودش در واقع کار فیلم برداری رو انجام داده، به یه نفرم صدا برداری رو یاد داده که آقا بیا انجام بده. حالا بعدن آقای علم مولوده زحمت کشیدن و مراحل بعدی رو عهده‌دار شدن. واقعا در همین ببینید چه فشاری برای تولید خب خیلی لواجه. ببین بعد هر کجا که میری نگاه کن یه سری فیلمای ساخته با بودجه‌ای عجیب غریب. من مثلا میگم 1/100 اونا در اختیار ما باشه، 1/1000 بخوره در اختیار ما باشه، ما میدونیم باید چی کار کنیم. حداقل تو این سینما مگه چند نفر ما فیلمساز کودک و نوجوان. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ نیست دیگه. نمیخوان. نکته اینه که میگیم که خب یه سری وجود دارن، فیلمساز خوب وجود داره یا فیلمساز هستن، میگن فیلمساز کودکه، میگن خب این نزدیکتر به اون نهاد و میدن بودجه رو به اون. یه وقتی میگیم که اصلا نگاه ما رو قبول ندارن، یه وقتی میگه اصلا بودجه وجود نداره. میخوام ببینم این دلیل ممکن بگین دلیل 4 یا 5 وجود داره که اصلا چرا این اتفاق نمیفته. حالا شما سوال کردید از این دوستانی که اتفاقا امروز قرار بود که در خدمت آقای جعفری هم باشیم که حالا گفتن درگیر جشنواره و اینا. اصلا حالا واقعا من فکر میکنم که حتی جشنواره امسال رو آقای جعفری به نوعی جمع کرده که برگزار بشه، یعنی نمیشه اصلا هیچ خورده‌ای بهش گرفت چون چند ماه تازه. ببینید آقای فرهادی، من عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون میام. آقای فکری معذرت ببخشید اینقدر ذهنم آقای فکری عزیز ببخشید عذرخواهی میکنم بازم آقای فکری ذهنم اینقدر مشغول بود. ببینید من یه فیلمنامه مصوب فارابی داشتم. فارابی بودجه‌ش رو به من داد، من این فیلمنامه رو نوشتم. فیلمنامه کاملا فانتزی هم بود، مورد تصدیقشون هم بود. بعد فرستادم آقای جعفری که اومدن که در شوراشون بررسی بشه. گفتم این فیلم‌ها رو خودتون تصویب کردید در بنیاد فارابی، حالا برای ساختش. دیدم با من تماس نگرفتن، هیچ SMS هم نیامد فلان.
یه روز وقت گرفتم تلفنی با آقای جعفری گفتم آقای جعفری این اصلا ارزیابی شده، شما اعلام کردید که تمام کارا بررسی شد، تمام شد، پاسخها داده شد. گفت فکر کنم یادشون رفته به شما جواب بدن، ولی اگر مثبت بود بهتون جواب میدادن. بعدشون توضیح دادن، گفتم ما 3 تا شورا داریم، ببینید اصلا دست اندازا رو. من گفتم بسیار خوب، بالاخره ایشون وارد حوزه مدیریت شدن. حالا قبلا هم میدونم آقای جعفری دوست خود من هستن، بسیار انسان شریفی هستن، بسیار آدم توانای تو حوزه انیمیشن هستن، خوش فکرم از واقعا. بله، حالا نمیدونم من سوابق مدیریتیشون رو نمیدونم واقعا. نه تو حوزه همین فیلمسازی و انیمیشن و اینا بالاخره کاراشون دیدیم. بله دیدیم واقعا. گفتن در شورای اول یه تعداد آدم با هم گپ و گفت میزنن، گفتگو میکنن، مشاوره میکنن، بحث میکنن، نقد میکنن. اثر از شورای اول میاد شورای دوم. تو شورای دوم دوباره بحث میکنن، نقد میکنن، گفتگو میکنن، فلان میکنن، بیسار میکنن. از شورای دوم آقا این همه دستانداز، مگه جنگ جهانی سوم شما باید بمب بسازید؟ اینجوری نیست. واقعا این وقت تلف کردنه. 3 تا شورای 7 نفره یا 5 نفره یا 9 نفره. اولا این پرت دادن بودجه است. همه اون آقایون و خانمایی که میان تو این شورا باید دستمزد بگیرن. بیان فیلمنامه‌ها رو بخونن، بیان تو جلسات بحث بکنن، گفتگو بکنن، بره شورای دوم، بره شورای. چه خبره؟ بعد این فیلمنامه مصوب شده در فارابی. بیاین بدین به یه شورا بگین آقا این مصوب شده در فارابی. اتفاقا جالبه آقای احمدیان که الان تو همین تیم آقای حامد جعفری هستن، اون موقع خودشون جزء کسایی بودن که فیلم رو مصوب کردن. خب یه کلمه آقای احمدیان میگفتین جزء مصوب شده ما بوده. یه جمله با من صحبت میکردید آقا اصلا اون چیزایی که ما قبلا تصویب کردیم الان اون اهداف رو ریختیم تو سطل آشغالی و نمیخوایم. چرا دوباره این فیلمنامه رو بردین در 3 تا شورا؟ ببینید یه همون آقای احمدیان فکر کنم رفتن از فارابی. من توی عکسایی که دیدم، توی گفتگوهایی که آقای جعفری داشتن راجع به جلسات جشنواره بود، دیدم تو تمام عکس‌ها در اون سالن‌ها آقای احمدیان بودن، حالا یا به عنوان مشاور یا هر چیز پیگیر نشدن. پس یکی از چیزها رو عدم ثبات مدیریتی می‌دونید. عدم ثبات مدیریتی، عدم پیگیری اهداف. ببینید آخه تو حوزه سینمای کودک مگه ما چند تا هدف داریم؟ هدف تربیتی، انسانی، اخلاقی، شیرین بودن اثر، جذاب بودن اثر، قابل اکرام بودن اثر، سودآور بود. بالاخره ببین در طول تمام این سال، من 30 سال تو این فضا هستم، این اهداف هی یه ذره بالا پایین شده، الف ب جیم دالش، ولی همینا بوده. بعد تو این اثری که شما فرستادید کدوم یکی از اینا بود؟ همشون بود؟ یعنی میگه باید به من اعلام می‌کردن. از نظر خودتون ببین من نویسنده‌ام، من الان حتما یه چیزایی بوده که اونا تصویب کردن و گفتن خانم ترکمانی بیا این اثر رو بنویس، این بودجه هم به شما میدیم. چه اهدافی توش بوده که تصویب کردید؟ چرا پول دادید به من فیلمنامه رو بنویسم؟ می‌خواستید پولتون رو دور بریزید؟ حالا که پول دادید من نوشتم بر اساس اهدافتون، چطور در تولیدتون هیچ کدوم از این اهداف نداره؟ لااقل یه جوابی بدین. این تیم بنیاد فارابی که 3 تا شورای پیوسته داره 2 تا کلمه نمیتونست بنویسه برای من SMS بکنه که خانم ترکمانی با توجه اینکه این فیلمنامه مصوب شده بوده ولی با فلان اهداف ما جور نیست. ببینید داستان فیلمنامه من نیست. من اگر اومدم اینجا به نمایندگی از سینماگران کودک واقعا اومدم و هر جا میرم این هویتمو سعی میکنم حفظ بکنم. این کلام خیلی از سینماگرای کودکه که داستان خودی بودن، توی باند بودن، توصیه شده بودن، نامه طلایی داشتن، پشت گوشی آقا هوا اینو داشته باش، اینا همچنان هست. ما نمیتونیم بگیم نیست، حذف شده. من چند روز پیش یه نامه نوشتم برای آقای رائد فریدزاده، گفتم من نه تو باند بودم از زمانی که تو دوره دانشجویی بودم، نه با رانت اومدم جلو، نه رانت شناسی رو بلد بودم، نه جزء توصیه شده ها بودم، نه جزء خودی ها بودم. دستمو گرفتم به زانوم اومدم بالا. از همون زمانی که فارغ التحصیل دانشکده سینما و تئاتر بودم. یه بچه شهرستانی بودم، پاشو اومدم تو تهران، آسته آسته درسمو خوندم. جوری بود که یادم میاد آقای حمید دهقانپور و اساتیدی که موقع تو دانشگاه داشتیم، آقای هوشنگ کاووسی بود خدا رحمتشون کنه، آقای عالمی خدا رحمتشون کنه، از اساتید خوب آقای جعفر جوزانی بودن. همه اینا به یک نحوی ما افتخار می‌کردیم که دانشجو اینا هستیم. روزی که انجمن سینمای جوانان به من گفت میایید تدریس کنید، من رفتم از اساتیدمون پرسیدم، گفتم من تو لولی هستم که بتونم برم به هنرجو تدریس کنم؟ گفتن بله. سینما رو میشناسید. یعنی تازه با اون
گفتگو و مشورت با اونا من رفتم برای تدریس توی انجمن سینمای جوانان. حتی در حوزه فیلمسازی وقتی که فیلم نام بود من با 10 نفر از اینا مشورت کردم، بدون رانت اومدم بالا، بدون توصیه شدن اومدم بالا. اما الان میبینم بالاخره یه جایی بدون توصیه شدن این سنگا و گیر و گورا مقابلت هست. اگه نه ترکمانی باید تا الان 2 تا دونه دیگه فیلم میساخت. آخرین فیلمتون چند سال پیش بود؟ من سال 97 یه فیلم ساختم و قبل از اون فیلم سینماییم که گرداله 7 سال گذشته هست. بله 7-8 سال گذشته. 96 8 سال. بعد جالبه تمام فیلم‌های من از جشنواره فیلم کودک و نوجوان جایزه گرفت. بله. خالد سوسکی جایزه منتخب تماشاگران گرفت. فیلم آخرم جایزه منتخب تماشاگران گرفت. گردالو همه گوله 11 فیلم گرفت، جایزه گرفت، 11 تندیس پروانه طلایی گرفت. تنها فیلمی بود که یونسکو انتخابش کرد که در کشورهای متعدد این رو به نمایش بگذاره. میدونید چقدر با من گفتگو کردن آدمای متعدد که شما از چه ترفندی استفاده کردید که عروسک بدون اینکه در فضای بسته پلاتو باشه داره در اکستریم لانگ شات میدوه. بله. ببینید برای خود منم یه تجربه بود. کاری ندارم که راجع به جزئیات این فیلم صحبت بکنم، ولی میخوام بگم که ما تو سینمای کودک موامون رو سفید کردیم، سلامتیمون هم گذاشتیم پای این کار، ایستادیم پاش، تلاش کردیم جوانای دیگر هم ترغیب کنیم آقا بیاین تو سینمای کودک فعالیت بکنین. ما تعهد اخلاقی نسبت به کودکان و نوجوانان جامعهمون داریم. حتی اومدیم بحث کردیم آقا سینمای کودک و نوجوان بشه سینمای کودک و نوجوان و خانواده، جوری که اینجوری نباشه فقط بچه‌ها برن تو سالن سینما لذت ببرن، بذارید خانواده هم لذت ببره که سینمادار گیشر هم داشته باشه، فروش هم داشته باشه. ولی ببینید یک دونه از مدیران نیومدن که بشینن پشت میزشون اگر دغدغه سینمای کودک رو داشتن سینماگرای کودک رو دعوت کنن بگن ما به هر کدومتون 1 ربع فرصت میدیم، به ما پیشنهاداتی بدید، بعد اصلا برن عمل نکنن بهش. نه فکر کنم خیلی عملی هم هست، چون اینقدر تعداد سینماگرای کودک کم شده دوره میز میتونستیم جمع شیم، یکی یه رو نظرات و انتقادات و پیشنهادات ما رو میشنیدن اصلا عمل نکنن بهش. بله. من از آقای جعفری انتظار داشتم که ایشون فرد جوان خودش هم حوزه سینمای کودک و نوجوان رو میشناسه، بابا 4 تا سینماگرای کودکی 4 تا که بیشتر نیستیم، میگفتی بیاید اینجا من الان مدیر شدم نظرتون چیه؟ الان باید جشنواره کودک رو فقط جمعش بکنن؟ خب خیلی بده که. بله. خب این از فضای من خیلی شاکیم، سر صدام زیاد. نه اشکال نداره، خیلی خوبه. ما اتفاقا دنبال همچین فضایی هستیم که چون اگر خیلی کارشناسی صحبت بکنیم معمولا شنیده نمیشه، ولی وقتی یه ذره بحث انتقادی میشه خب دوستان یه ذره عکس العمل نشون میدن. اصلا صحبت‌های کارشناسی مال اتاقای مدیرانه که کارشناس قراره براشون اطلاع بده. تو گفتگوهای اینجوری ما باید یه ذره عام‌تر صحبت بکنیم. آقای نجفی یکی از حالا این بحث‌های مدیریتیش که به نظرم خیلی مؤثره تا رسیدن اصلا به یک سناریو و یک فیلم که بگیم این عملی شده، اما یک فیلم کودک اصلا ویژگی هایی که باید داشته باشه که بگیم این فیلم موفق شد چیاست؟ یعنی چون ببین ما یکی از ادعاهامون اینه که ما پر از داستانیم توی کشورمون، یعنی واقعا من خودم دغدغه‌م اینه که توی همه برنامه‌ها میگم فیلم اجتماعی، فیلم کمدی، حتی سیاسی و غیره، ما یک منبع و مرجع جدی داریم، اونم تاریخمونه و حالا داستان‌هایی که هستش. ولی نکته اینه که تا اون قصه برسه به سناریو و بشه فیلم واقعا مسئله داریم و خیلی جدیه. چرا ما کمتر فیلم هامون داره موفق میشه تو این سالهای اخیر و اصلا در واقع چه الزاماتی وجود داره که یک فیلم بتونه موفق باشه؟ چه عواملی وجود داره؟ ببینید یه بخشش خب گفتین دیگه، در اصل بیس فیلم همیشه فیلمنامه است. ما هم اینقدر قصه های کودک داریم که اگه بخوایم از افسانه ها و داستان های ایرانی بخوایم حتی اقتباس کنیم یا نمونه اینو بریم، اینقدر قصه های خوب داریم که میتونیم بسازیم و همه اونا رو اگه بخوایم بیاریم توی فضای سینمای کودک، همه اونا رو بعد من خودم مثلا بعد خیلی دوست دارم یه کار بیارم اقتباس کنم یا از یه افسانه بیام به قول یه فیلم خوب بسازم، ولی تهش به تولید فکر میکنم که سینمای کودک الان بیام چه کار کنم. اینه که خیلی از این سینما میپرن تو سینمای اجتماعی، یا من میرم بیشتر فیلمایی بسازم بیشتر درباری کودک باشه تا برای کودک، یا حداقل اون فضای تخیل اونها ذره فاصله میگیرم. یه فیلم همون هم یه فیلم اجتماعی محسوب میشه دیگه. تو یه فیلمی میسازی که
راجب بچه‌ها، حالا آسیب‌های اجتماعی، چیزی که دیگه نخوای بری سمت سوی اون. از یکی از چیزهایی که حالا من به ذهنم رسید یعنی این که به دلیل حالا مسائل تولیدی یعنی قدرت ریسک رو از فیلمساز میگیره. شما میگید خب من یه چیزی که تجربه دارم نسبت به یه موضوعی و یک منطقه‌ای شناخت دارم، برام همونو بسازم، چرا برام یه کار پر ریسکی انجام بدم؟ این کار ریسکی که ابزارش وجود نداره و ما بیایم واردش بشیم، بعد یه کار بی‌کیفیت آخرش بعد خروجیش میشه. یه نکته دیگه هم هست، یکی این که همین مشورت‌ها، من اینو میخوام بگم، یعنی بعضی موقع واقعا از خود فیلمسازهای تخصصی و پیشکسوتایی که سالها فیلم کودک کار کردن خیلی کمتر، حالا به ندرت حالا من میبینم هر از گاهی، ولی نیه من تنها به جایی که جمع به قول فیلمسازهای کودکی دارم یه گروهی خانم ترکمانی باز کرده واتساپ، همه فیلمسازهای کودک آورده اونجا، من هر از گاهی یه سری میزنم اونجا، یه بحثایی راجع به سینما و آسیب شناسی و اونو بعضی موقع میشه، دقیقاً اونم بحث خودمونه، یعنی خود فیلمسازاست، فکر نکنم مدیری کسی هم نداریم اون تو که یعنی یه گفتگوی همه فیلمسازهای کودک اون تو از اوایل چیز سینمای کودک تا الان اکثرا هستن. آره، یعنی بعضا بحث‌های تخصصی و به قول حوزه سینمای کودک مثلا ما میایم اینجا بحث میکنیم، در حالی که مثلا الان نگیم مرکزیت یه چیزی داشت که همه اینا دور هم جمع بشن، قطعا خیلی راهکارا میدادن، چون سینمای کودک یکی که انتظارات کودک خیلی بالا رفته، یعنی ما الان بچه‌ها با این سطح فیلمایی که دارن میبینن اگه بخوایم یعنی جلوتر از سینمای کودکن، به خاطر که سینمای کودک روش کار نشده، یعنی تخصصی الان چون هی دارن آپدیت میشن، سینمای ما هنوز همونه. حالا بعضی موقع بخوایم فیلم موزیکال بسازیم در اصلا شوخیه براشون اینا دیگه، یعنی مثل اینه که در اصل یه رفیق قدیمی داشته باشی، بعد الان بخواد بیاد مثلا ببین حرفش دیش به قول خریدار نداره، مثلا هنوز داریم مثلا همون چیزای قدیمی، آره آپدیت نیستن، به روز نیست. به نظر من یه جایی باید برای این فضا باشه، اینکه یه مدتی حالا مثلا بحث همه فیلمنامه فارابی اینا هست دیگه که هر سال کلی فیلمنامه میره اونجا، من نمیدونم یه دفعه چند تا فیلمنامه میاد بیرون، حالا من منتظرم همین فیلمایی که انتخاب شدن ببینم مثلا خروجیشو ببینم چیه. الان اصلا شاید ما باید بریم به سمت نوع فیلمایی که انتخاب میشن اونجوری بسازیم، یا نه اصلا فیلم حالا نوع سفارشی خودشه داره که اگه قراره مثلا فیلم سفارشی ساخته بشه چرا از اول شما فراخوان میدین؟ یعنی یه جای آزادی برای، چون سینمای کودک هیچی نداره، یعنی حالا نه حالا به لحاظ سیاسی، به لحاظ چون سینمای سالمیه، سلامته، یعنی هر کی بخواد فیلم کودک بسازه نمیاد وارد یه بازیایی بشه که به ضرر حالا ممیزی های اینا رو رد کنه. اینقدر سلامته و اینقدر دنیای معصومانه ای دارن این بچه‌ها، به نظر من نیاز به یه فضای آزاد و به دور از این چیزها، یعنی در از مرزها، این سینماگرای کودک بشینن و یه در از یه شورای این مدلی، یه شورای از جنس خود فیلمسازای کودک میخواد این کار، نه شورایی که با چند تا حالا نیاز هست به نظر من منتقد کارشناسای حوزه کودک اینا باشن، ولی حداقل اکثریت با خود فیلمسازای کودک که سینما رو تجربه کردن، لمس کردن، یعنی سالها با این سینما دست پنجه نرم کردن، اینو خیلی بهتر میفهمن الان این سینما باید به چه سمت و سوی بره. زمینی که ما همه داریم فیلم‌های روز دنیا رو می‌بینیم، یعنی من خودم به عنوان کسی که سالها درگیر این سینما هستم، هم به لحاظ همون نگاه معلمی خودم کسب می‌کنم، الان به یه شکل گسترده تر دارم معلمی می‌کنم و دارم تمام سینمای دنیا رو رصد میکنم، حالا نه فقط اون سینمای والت دیزنی و پیکسار اینا، من کل کشورهای مختلف همیشه سینمای کودکشون رو از همون فیلمای برادران داردن بگیر تا فیلمای آسیایی که الان مرتب هی رصد میکنم که ببینم دنیا داره به چه سمت سوی میره. ولی خب این درجا زدنه به خاطر همینه که یعنی از متخصصین و در از فیلمسازای حوزه خود کودک خیلی کمتر استفاده میشه و این خودش یه آسیبه دیگه، یعنی به نظر من باید این مدیریت و اینکه چند یه چیزی که گفتین آسیب کارشناسی، یکی از دوستان من میگفتش که توی جلسه پیچینگ یکی از همین کارهایی که توی شورای فارابی بوده
میگه من این نامه رو برای آقای فریدزاده دقیقاً همینو نوشتم که یکی از دوستان من تو شورای پیچینگ بوده، وقتی فیلمنامه کودک داشته بررسی میگه این کارشناس با دهن باز به این ور اون ور نگاه میکرد. یعنی شما 2 تا کارشناس درست نداشتین بیارین بذارین اونجا که این کارشناس سینمای کودک رو بشناسه، بدونه چی به چیه. دقیقاً. بعد اون فیلم میاد تو گروه پیچینگ یا بررسی میشه یا پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. این کارشناسا ببینید یه چیزی که هم سینمای اصلا سینمای ما، یه جشنواره‌های ما داره. شما ببین هر فستیوال معروف این یه دبیری داره، مثلا این 10 سال 20 سال دبیرون و کل همون نیروهای متخصص تجربه میکنن و اون جشنواره رو نگه میدارن و خروجی‌های خیلی خوبی داره. ما هر سال یه وزیر که عوض بشه کل این سلسله مراتب همین مدیرا باید برن کنار، حالا تازه یه گروه جدید تازه باید بیان دست پنجه نرم کنن و هر سال هی داره این تکرار میشه. خب و آدم‌های ثابت خیلی کم هستن که دقیقاً حالا آسیب‌هایی که توی دهه قبل انجام شده و اتفاق شده اینا رو بتونه مدیریت کنه و یه بخشش هم متاسفانه همین عوض شدن مسئولین فستیوال هاست، جشنواره. و به نظر من جشنواره کودک میتونه یه پرچم خیلی خوبی باشه برای زنده نگه داشتن این موقعیت، این فضا و اینا. حالا داره منتها به شرطی که این کیفیت رو حفظ کنه، هی ارتقا بده، ببره بالا، نه اینکه هر سال ما هی حالا چند پله بیفتیم پایین تر سینمامون. خواهش میکنم. یه نکته ای که هست، من حالا قبل هم پرسیدم از خانم ترکمانی، ببینید ما وقتی میخوایم به روز باشیم، نهایت تو سینمای بزرگسالمون هم همینا، یعنی که مثلا قصه به روز نیست، ما نهایتا از یه سری اصطلاحات و مسائل که مثلا این یه ذهنیتی افراد دارن که اکثرشون الان دیگه تو فضای مجازی، یعنی حتی فیلم های کمدیمون شده شوخی هایی که تو فضای مجازی و فکر می‌کنیم الان خیلی هنر کردیم. من اولین نفرم که این شوخی که تو فضای مجازی بوده رو بردم تو فیلمم استفاده کردم. و توی فیلم کودک هم احتمالاً همین ماجراست، یعنی این که ذائقه فرزند ما یا بچه‌ای که متولد دهه 90 به بعد، الان مثلا دهه حالا 1400 رو فکر می‌کنم که خیلی نمی‌شناسیم و همین میشه که ما یه سری داستان‌های پرمحتوا و پرمغز قدیمی داریم و یه ذائقه امروزی داریم و این اتصال برقرار نمیشه. این چجوری میشه واقعا این اتصال رو برقرار کرد؟ آیا تکنیک، آیا نوع داستان پردازی، آیا افراد کارگردانایی که ما داریم اصلا نسبت به کودک شناخت کافی رو دارن ندارن؟ راجع به این صحبت بکنیم. ببینید پلنگ صورتی چند سال مخاطب داره؟ خیلی ساله. یعنی تام و جری چند سال مخاطب داره؟ هنوزم داره. بله. ما 36 وضعیت نمایشی بیشتر نداریم. بله. کتاب 36 وضعیت نمایشی هم هممون مطالعه کردیم. این 36 وضعیت نمایشی در ادبیات، در سینما، در تئاتر همینجوری میچرخه، ولی نحوه ارائهش متفاوته. حتی شما نگاه میکنید همون وضعیت نمایشی که توی دهه 40 تبدیل به یک فیلم شده و پر مخاطب بوده، همون وضعیت نمایشی الان میاد ساخته میشه، مخاطب امروز هم جلب و جذبش میشه، متناسب با شرایط امروز تعریفاش چیده میشه، نه متناسب با دهه 40 اون مناسبات چیده میشه. قرمه سبزی چند سال مخاطب داره هنوز در کشور ما؟ داره همچنان، قطعا همینطوره. ولی امروز مادرای امروز یه کمی با ذائقه بچه‌هاشون در این شاید تغییرات ایجاد بکنن یا نکنن، یا با همون ذائقه. یه سری پیتزای قرمه سبزی هم آفرین پیتزای کباب و فلان. ببینید داستان اینه که در حوزه سینمای کودک چند تا مسئله است که این بحران رو ایجاد کرد. اقلا ما باید در سال 20 تا فیلم کودک بسازیم که 3 تاش یا 2 تاش موفق بشه. درست. کارگردان فیلم کودک هم باید بسازه تا همراه با مخاطب امروزی خودش رو دائم به روز بکنه، بازخوردها رو ببینه. این نکته اساسیه. نه فیلمساز 10 سال فیلم نسازه، حالا بعد 10 سال میخواد فیلم بسازه. این با سینمای رنجور و ضعیف ما آیا تناسب داره نداره دیگه؟ و این نکته دیگه، یه کمی هم دست فیلمنامه نویسای کودک و نوجوان رو باز بذارن. ببینید اینجور نیستش که شما فکر کنید فیلمنامه کودک ممیزی نمیشه، فلان نمیشه، سر و تشو نمیزنن، اینجاشو نزن اونجاشو نزن، اینجاش غلط. اتفاقا فیلم کودک، من تو فیلم گرداله یادمه به من گفتن چرا پدر خانواده اینجا اشتباه میکنه، این تنابو میکشه که
این غول از درخت بیفته پایین بشه آفت برای خانواده‌اش. گفتم آقا در قصه گرداله و عمه غوله که در شهرهای مختلف روایت شده این پدر نادان بوده، باید شما بردارید اینو. گفتم پس چه کارش بکنم؟ چیو بذاری مادر؟ نه، برای این پدر یه پسر به وجود بیارید، این پسر زن اولش باشه، بزرگ باشه، اون خطا بکنه. بابا بچه که نشسته پای فیلم که نقدای سیاسی رو ارزیابی نمیکنه تو ذهنش، اون کسی که نشسته داره فیلم نامه رو میخونه و جزو تصمیم گیران ارشده اتفاقاً 90% نگرش سیاسی داره، 10% نگرش سینمایی و میاد فیلم نامه شما رو نگاه میکنه میخونه. یک شیر بیال و دم به شما میدن، میگن حالا برو بساز. ضمناً چون فیلم کودک بودجه بالا نداریم، وقت زیادی نداریم، تایم کم داریم، فلان اینه برای جشنواره کودکم باید برسونیش. بله. ببینید اتفاقا اینجوری نیست. اگر که از فیلمسازایی که حوزه سینمای کودک و نوجوان کار کرده باشن بپرسید، این سینما بیشترین ممیزی رو داره. شما فیلم‌های اجتماعی البته یه نکته‌ای که هست اینه که ما نگاه تربیتی هم داریم دیگه. یه اصلا بخشش ببینید ممکن... بحث تربیتی سر جاش. ببینید بحث تربیتی سر جاش. یعنی فارغ از اون میفهمید. ببینید اصلا فیلمساز کودک و نوجوان خودش در ذهنش شعار سینمای سالمو داره. من چند وقت پیش یه جا صحبت بود، گفتم ما از مرز سینمای سالم فراتر نمیریم. سینماگر کودک و نوجوان که بخواد فیلم ناسالم بسازه رها کنه این حوزه سینما رو. دقیقاً. سینمای سالم، سینمای سالمی که کودک، نوجوان و خانواده بدون هیچ مشکلی بتونن دست همدیگه رو بگیرن، بیان تو سالن سینما یا بره تو پلتفرما تلویزیون رو روشن کنن، اون اثر رو حالا اثر طریقی بتونن ببینن و لذت ببرن. سینمای کودک این ویژگیشه. خارج از این ویژگیش ببینین وقتی میاد اینو میبرن زیر ذره‌بین، چرا اینجا این از شهرستان میاد تهران که راننده اسنپ بشه؟ بابا این قصه قراره تو شهر بزرگ اتفاق بیفته. نه، شما یه دلیل دیگه داشتی. آقا چه دلیل دیگه ای داشتم؟ نه، شما یه منظوری داشتی، میخواستی بگید همه از شهرستان بکنن بیان تهران زندگی کنن. بابا منظور رو میذاری تو دهن من؟ ببینید این چیزا سینمای کودک و نوجوان رو تبدیل کرده به این فیلمنامه‌های سطح پایین. بعد فیلمساز موقعی وارد تولید میشه که دیگه انرژیش گرفته شده. ضمناً میان میگن که با 1/10 1/5 یک فیلم معمولی باید این فیلمو بسازی، یا میسازی یا برو کنار. تمام فیلم‌های کودک داره با بودجه‌های بسیار پایین تولید میشه. بله. شما فیلمتون با چقدر تولید فیلم شده؟ به نظرم نگن احتمالا خیلی ایشون میگه از اصلا شما دارید میگه از در واقع شرایط معمولم خیلی 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 پایین‌تر. یه متاسفانه. ولی ما بریم برای دلمون فیلم بسازیم تهش. خب ببینید شما الان فیلمسازای کودک رو نگاه کنید، اکثرا یا برای دلشون میسازن یا یه دوربین رو. حالا ببین آقای نجفی چقدر ساختید فیلمو؟ لوباجت دیگه، لوباجت کودک رو تصور کنه. ببین من حالا بخشش اگه هزینه‌ای بیشتر تو پسا تولید حالا سعی کردم یه ذره، ولی این که میگم با بودجه ارزون فیلم میسازیم، فیلم ارزون نمیسازیم. این فیلمیه که حالا میبینید بعدا صدا این فیلم‌ها رو میشنوین که کجا صداش در میاد و چه اتفاقاتی براش میفته. یعنی فیلم‌های قدرتمندی با بودجه اینجوری میسازن، با بودجه‌های بسیار کم، ولی فیلم قدرتمند. آره اینجوری، یعنی بحثی نیست. چون خیلی فکر می‌کنم وقتی فیلم ارزون بسازی فیلم لاغر و ضعیفیه و اینجوری نیست. یعنی من دیدم ما اصلا فیلم سازی من توی یه شرایطی میرم، یه جغرافیایی میرم که همه چی خودش یه چیز در اصل استدیوه، یه لوکیشنی که خدا به ما داده و فضاها و همه چی ایجاد کرده. از ظرفیت اونجا دیگه آدم استفاده میکنه. یعنی مدیریت خیلی مهمه و نوع کارگردانی که تو انجام میدی و نوع رهبری اون بازیگری که بخوای اینا بالاخره یه بخشش هزینه خود ماییم که هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنیم، هیچ هزینه به قول که هزینه نداره خودمون مجبوریم به قول اینجوری به این شکل بریم دیگه و یه تیم رفیق همراه و اینجوری با خود ورداری ببری و بهش میگه ما هیچ بودجه‌ای نداریم. اینجوری این فیلم‌ها اینجوری خیلی ساخته میشن تو دهه، چون بالاخره تو اگه فیلم نسازی و فاصله بیفته، ضمن که من فیلم بینیم خوبه، من مرتب میبینم، یعنی سعی میکنم آپدیت بشم همیشه با سینمای دنیا.
ولی تو فاصله بیفته اصلا خودت حالت بد میشه. من اینجوری هم اگه یه سال فیلم نسازم اول و یه فیلم مستند کوتاه حالم بد میشه اصلا. یعنی اصلا زندگی ما کلون رقم خورده با سینما. سینمای حرفه‌ای تعریف جزئی داره، میدونید که یعنی ایشون دیگه واقعا با عشقش دقیقاً سینمای حرفه‌ای شکل دیگه باید باشه. نکته من اینه که با توجه به اینکه خیلی هم رصد میکنید حالا سینمای دنیا رو تو فضای هم فیلمسازی علل خصوص بحث قصه و سناریو، ما چقدر نزدیکیم به فیلمسازی توی دنیا. یعنی وقتی ما میگیم که خب ما یه منبع جدی داریم، یعنی اون خودش به اندازه کافی همین که ضوابط سناریو رو توش رعایت بکنیم خودش میتونه یه منبع جدی باشه. و جای دیگه میبینید که نه اونها رو ندارن اتفاقا. و شما میدونید که خیلی از داستانهایی که اونها میسازن بر اساس داستانهایی که ما داریم و اساطیریه که ما داریم. دقیقاً همین. حالا با توجه به این قصه هایی که ما توی فیلم هامون داریم چقدر با سینمای دنیا همخوانی داره و چقدر نزدیکه اصلا به اونها؟ ببین به نظر من تو سینمای درباری کودکان ما زیاد فاصله ای نداریم با دنیا. ضمن همین که ما خیلی سینمای اون اوایل همون بچهای آسمان میره کاندید اسکار میشه و خیلی فیلم ها میتونست به قول بعد از اون خود فاصله گرفتن. خیلی فیلم سازا از فیلم هایی که درباری بچه ها ساخته میشه با اون به نظرم فیلم های خیلی خوبیه. یعنی اکثرا تو فستیوال های معروف دنیا میرن و دیده میشن. ولی فیلم هایی که برای بچه ها ساخته میشه به خاطر همون ضعف و نبودن ابزار و اینا یه ذره ضعف‌های تکنیکی و تصویری اونجوری داریم. خیلی سخت بنه. مثلا تو انیمیشن ما خیلی پیش رفتیم. بله. الان به نوعی واقعا نماینده ما تو سینما دنیا انیمیشن شده. بله. ما اون در سایه سر اسکار گرفتیم. امسال یه اسکار انیمیشن داشتیم دیگه کوتاه. ببین پس ما زیاد فاصله ای نداریم از این نظر. مثلا تو این سینمای کودک به نظر من سینمای یه جوری محجوریه به لحاظ حمایت، ولی به لحاظ فکر و در از فیلمساز ما فیلمسازهای قدرتمندی هنوز داریم تو سینمای کودک که میتونن تقویت بشن و توی دنیا بدرخشن و توی همین سینمای خودمون هم راحت. یه مشکل اصلی این سینمای کودک برای داخل بحث اکرانه. ما وقتی که توی اکران سینمامون این فیلم معمولا تو وقت اکرام کنه فیلم فروش کنه دوباره موتور تولید فیلم بعدیت به حرکت در میاد. یعنی در اصل فیلم بعدیت راحت میتونی به جریان بندازی. اصلا یه مشکل ما اصلا تو اکران سینمای کودکمون نمیدونیم چی جوریه چنده. یعنی توی چیز همیشه سینمامون سینمای کمدی داره میفروشه، حالا سینمای اجتماعی بعدش، و سینمای کودک چیزی تعریفی براش نشده. تو اکرانا باید جاش کجاست، چجوری باید اکرام بشه. و یه بخشش هم یه بحث این حمایت‌های آموزش پرورش هست که به قول بچه‌ها رو میبرن سینماها. این خیلی مهمه. بالاخره ماها فیلم میسازیم برای این نسل و که اینا فیلم ببینن که خود اون بخش هم یه فیلتر، چون بالاخره اون دی وزارت ارشاد نیست، یه وزارت خونی دیگه است. اونا هم یه فیلترها و یه چیزایی دارن برای خودشون که فقط فیلمایی که یه ذره حالا شاید سفارشی شدی بخش خودشونه یا نگاهشون باز اون میتونست خیلی چیز کنه. این آموزش پرورش میتونست خیلی سینمای آموزش پرورش سینمای کودک زنده کنه. این چیزی داره به اسم کانون فکری. معمولا من حس میکنم بیشتر خود فیلمای کانون اونجا در به قول حمایت میگیره و اکران میشه. اکران هم نمیشه. نمیدونم حالا چیزی که فکر میکنم دهه 60 و 70 اینها با هم دیگه تطبیق داشت. یعنی در واقع چیزی که ارشاد کار میکرد، فارابی کار میکرد، کانون پرورش فکری، و از اون طرف آموزش پرورش هم حمایت میکرد. انگار همه اینا با هم دیگه بودن. ولی الان مسیرها بله قصه ها داشت از طریق فیلمنامه نویسا و کارگردانا دائم به روز میومد، مورد نیاز جامعه بود. ولی الان گویا مسیر اصلا تغییر کرد. آموزش پرورش یه ذائقه داره، ارشاد یه طرف، نمیدونم کانون پرورش فکری و اینا همه. ببینید من سوال میکنم اگه خواهران غریب الان قرار بود ساخته شه بهش مجوز میدادن؟ احتمالا خیلی مسائلی که شما میگید بهش میخورد. ببینید در صورتی یک فیلم کودک نوجوان خانواده است. بله. قبول دارین؟ داره وفاق خانواده، محبت و همدلی خانواده، شیوهی که کمک میکنه که خانواده اصلا پاشیده نشه. همون سینمای سالم، همون چیزی که شعار ماست. ولی اگر این فیلم امروز داده بشه اصلا مجوز میگیره؟ اصلا مجوز میگیره ساخته شه؟ ببینید ما از یه جایی شروع کردیم که این اتفاقات افتاد. از مجوز ندادن به ترتیب به آثاری همچون خواهران غریب و بعدن
این باعث شد فیلمسازا برن به سمت تولید فیلم درباره کودکان. فیلم درباره کودک خب الزاما بچه‌ها نمی‌اومدن تو سالن سینما فیلمو ببینن. اصلا ما توی 1-2 دهه دیگه فیلم برای کودک اصلا نداشتیم. فقط فیلم‌ها شده بود درباره کودک و خب به نظر من تولید کردن درباره کودک با توجه به مسائل اجتماعی که در ایران و جهان هست یه مقدار موضوعات گسترده تری داره و خب طیف مخاطب فیلم درباره کودک والدینن، معلمین هستن، اولیا هستن و تصمیم گیرانی که قرار در حوزه تربیتی تصمیم گیر باشن. ولی شما در حوزه سینمای کودک باید از 1000 ترفند، از 1000 نوع قصه، ساختار و تکنیک استفاده بکنی تا اون بچه رو بتونی تو سالن تاریک سینما رو صندلی بنشونی. بله. حتی تایمی که برای فیلم برای کودک است باید فرق بکنه با فیلم‌های سینمایی که برای بزرگسال هست. الان فیلم داره رو اکران میره 3 ساعته، خب اون بزرگسال میشینه نگاه میکنه. اگر قرار باشه طیف بچه بین 7 سال تا 9 سال باشه فیلم باید بیاد زیر 40 دقیقه. بله. اگه قرار باشه سن بزرگتر باشه اینطور. اگه قرار برای دبیرستانی باشه، حوزه بچهای دبیرستان باشه، یک کمی مسائل بروز جوان‌ترا هم باید توش باشه. ببین تمام اینا هست. ما اتاق فکر و مجموعه‌ای که بخواد راجع به این چیزا فکر بکنه سالهای سال نداریم. که به قول ایشون یا کانون پرورش فکری یا همین مجموعه جشنواره که اصلا خود جشنواره بنیاد فارابی داره برگزار میکنه. عملاً میشه گفت یه جور یه جشن کوتاه مدت برنامه‌ریزی میکنن، برگزار میشه و تموم میشه. در حالی که اگر یک ستاد ویژه جشنواره کودک دائم وجود داشت و مدیرانش دائم اینقدر عوض نمیشدن با برنامه‌ریزی مشخص و اینا اجازه داشتن که حوزه تولید رو هم یه جوری پوشش بدن، مطمئن باشید بالاخره از بین 100 تا قصه 4 تاش که خوب در می اومد. بله. بالاخره از بین 20 تا قصه یکیش که دیگه فیلم خوب در می اومد. ببین این نیستش که همش فیلمنامه‌ها بد باشه، کارگردان‌ها به روز نباشن. همونطور که الان آقای نجفی آثار روز ایران و جهان رو بررسی میکنن، این اتفاق تو همه ما میفته. پس ما چه کار میکنیم؟ ما دائم داریم آثار حوزه کودک نوجوان، چه برای کودک چه درباره کودک، انیمیشن، تلفیقی، رئال، اینا رو دائم داریم نگاه میکنیم ببینیم ما کجا وایسادیم، قراره کجا بریم، اصلا میتونیم رقابت بکنیم. خب بله، ما اصلا سینمامون با دنیا نمیتونه رقابت بکنه، هر گونه سینماییمون به 1001 دلیل، اما در بسیاری زمینه‌ها راحت به قول شما داریم تو جشنواره‌های متعدد دنیا میدرخشیم. نه حالا از دهه 60 داشتیم میدرخشیدیم، چرا در بعضی حوزه‌ها نمیدرخشیم؟ این علامت سوال باید برای مدیران و متولیان پیش بیاد. بابا بشینید فکر کنید. ببینید کانون پرورش فکری کشید کنار، عملا راستش رو بخواید بنیاد فارابی هم کشید کنار، چون به من گفتن 2 تا فیلمنامه می‌خوایم تصویب کنیم، نمیدونم مثلا چیکار کردیم. البته اتفاقی که توی جشنواره گذشته افتاد و کانون 2-3 تا فیلم داشت، مثلا باز یه نویدی بود که این اتفاقی داره میفته. آخه نوید باید جریان ساز باشه، نوید جرقه نوید نیست. نسبت به این که ما چند سالی می‌دیدیم که اصلا فیلمی تولید نمیشه توی جرقه کانون بود دیگه. باز ما خدا رو شکر جرقه‌ای زد. بله. در صورتی کانون پرورش فکری فعال بوده. واقعا کانون پرورش فکری از دل خودش بسیاری از فیلمسازانی که من داشتم تاریخچه سینمای کودک و نوجوان در ایران و اصلا رو مجموعه در واقع چیزش کار میکردم، تاریخ شمارش کار میکردم. آقای کیمیایی فیلم کودک کار کرده، آقای بیضایی فیلم کودک کار کرده، خیلی از فیلمسازای ما که بعداً یواش یواش به حوزه‌های دیگه کشیده شدن. کانون پرورش فکری از این جهت همچنان در قله قرار داره. ولی چرا کانون پرورش فکری به این روز افتاد؟ چرا از اون قله سقوط کرد؟ چرا؟ اگه یه جرقه زده میشه پارسال یکی 2 تا فیلم ساخته میشه، دستش درد نکنه. ولی ما جرقه نمیخوایم، ما جریان میخوایم. یه جرقه اتفاقا نشون دهنده افولشه. اگر یه جای جرقه زد بدونین اون جرقه به سرعت افول میکنه. اگر یک سوسویی بود که این مداوم بود بدونین این جریان ساز میشه و ادامه داره. سینمای کودک الان اون سوسورم نداره و اینو جدی دارم میگم، اینو به واقع دارم میگم. اگر متولیان سینمایی ما اجازه بدن سینمای کودک با این وضعیتی که در مرگ داره به سر میبره ادامه دار باشه، یک روز سینمای مملکت ما زمین میخوره. بله دقیقاً. کودک و نوجوانی که عادت نکنه فیلم خودش رو پرده سینما نبینه، نره تو سالن، نره تو جوانی هم نخواهد رفت، تو میان سالی هم نخواهد رفت. تربیت کودک و نوجوان برای دیدن فیلم رو سالن سینما الانه. شما سینمای کودک و نوجوان رو ولش کردید، انتظار دارین در آینده این
کودکی که جوان میشه بره رو پرده و یه سینما نکته ببینه. مهم هم این که اصلا ذائقه کودک ما بر اساس فیلم‌های دیگران شکل میگیره، نه فیلم‌های ایرانی که دقیقاً نگاه تمام میشه. تربیتی و اخلاقی داره. تمام این نکته میشه. مهم. خب با اجازهتون یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم، شما یه استراحت کوتاهی هم بکنید، برمیگردیم و در راجع به حالا جشنواره و حالا ماجراهای جشنواره یک فیلم کودک صحبت می‌کنیم با هم دیگه. امشبم مثل همیشه شاهد کنسرت بزرگ هنرمندان گربستانی هستیم. همه خواننده هامون میخوان آواز بخونن، چراغ سفید بگیرن، دیگه اینجا نمونن، میخوان برن زود شهر گربه ها. شهر گربه ها. تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سید جواد هاشمی. چرا داد میزنی داداش؟ همه رو خبر کردی، مثلا اومدی به من کمک کنی؟ شروع یک ماجرای پیچیده برای بچه زرنگ، سفر یک پسر بچه عشق قهرمان بازی به قلب جنگل. منقرض بشم بهتر از اینی که با تو بیام شهر. بچه زرنگ روزی که منتظرش بودم رسید. دقیقا مأموریت ما چیه؟ من میخوام جنگی بشم و رویا شهر رو نجات بدم. این باشه منه، قدش به شهر منه. شهر من به این گوی احتیاج داره. شما قهرمانای آینده رویا شهر. دور بزن اگه تو نور نخوردی بچه. بگیرش نگیریدی. بکنم گیر افتادیم. همونشون ندی. خورشید برو که خاله سوسکه اومد، خاله سوسکه اینه. این منم در حال تمرینات روزانه. این خونم اینجا میخوابم، اینجام که گلاب بروتون. اینم میز شام لاکچریمه. اینم رفیقای منن، آقا و خانم موش که کفخواب فاضلاب نیویورکن. شاترش گرد. اینم بابیه، یه گربه زباله‌گر که واکسنش هم زده. من یه مشکل خیلی بزرگ دارم، این که نمیدونم چیه از کجا اومدم. خیلی غم انگیزمه. یوز کاری از مرکز انیمیشن سوره. خب توی تصاویر فیلم هایی که در حوزه کودکان هست و انیمیشن ها، هشتگ خاله سوسکه هم دیدید که مربوط به شبکه نمایش خانگی بود و ارتباطی فکر کنم با فیلم خانم ترکمانی نداشت. سریال هست. آره، اما یه نکته جدی که وجود داره، در واقع به نوعی تبلور فیلم ها جشنواره ها هستن و به نوعی ویترین هر سال سینمای ایران تو حوزه حداقل مثلا بزرگسال میگیم فیلم جشنواره فیلم فجر، و اینکه آیا جشنواره فیلم کودک هم واقعا این اتفاق درش میفته الان یا در گذشته وجود داشته یا نه. شاید یه سوالی قبلتر از این بپرسم، اصلا این جشنواره فیلم کودک رسالتش چی بوده؟ چون شما سابقه حضور جدی دارید، اینکه بالاخره کسی که فیلمش رو ارائه میکنه دیگه میدونه مأموریت و رسالت این جشنواره چیه. اصلا این رسالت این جشنواره چی هستش؟ ببینین، جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان از اونجایی که شما تو سالن‌های سینما تو ایام جشنواره طیف وسیع از کودکان و نوجوانان رو می‌بینین، یکی از جشنواره‌هایی که بچه‌ها میان برای دیدن آثاری که مربوط به خودشون میشه. بله. یعنی تایم بندی‌های زمان بندیش اصولاً چرا تو مهر ماهه؟ به خاطر اینکه مدرسه ها باز شده باشه. یه جورایی هم مقارن با روز جهانی کودک 16 مهر ماه. در واقع به این دلیل تو اون فاصله زمانی است که از طریق مدارس بچه‌ها بتونن بیان توی سالن‌های سینما فیلم‌هایی که طیف سنی خودشون هست ببینن. یعنی در واقع جشنواره کودک و نوجوان داره میگه آقا من فیلم‌های شما رو دارم براتون به نمایش میذارم که ببینین در طول سال چه فیلم‌هایی هست رو پرده سینما، بعداً انتخاب بکنید برید اینا رو ببینید. این مسئله است. عین جشنواره‌های دیگه که حالا مثلا تو کشور ما برگزار میشه، فجر هم همینطوره، مخاطبین میرن آثار رو میبینن، بعد میبینن در طول سال قراره این آثار به نمایش در بیاد. سینمای کودک هم همینه. منتها اشکالی که شاید از اول وجود داشته این بوده که برنامه ریزی برای اکران آثار که در طول جشنواره نمایش داده میشدن در طول سال وجود نداشته.
یعنی مثلا فرض کنید اگه 13 تا 14 تا فیلم در جشنواره کودک به نمایش در می اومده، در طول سال 4 تا از اینو به نمایش در خب با این توصیفی که شما فرمودید فیلم‌های درباره کودک جایی نباید داشته باشه تو این جشنواره. من اون سال راستشو بخواین سال 1391 جزو معترضین بودم که فیلم‌های درباره کودک ما تو جشنواره کودک نباید نمایش بدیم. یا اینکه باید اصلا معنا و تعریف و جشنواره باید یا براش یک فاکت جداگونه، جایگاه جداگونه، یه چیز جداگونه بذارید و در بررسی آثار هم متفاوت بشه. ببینید الان داور میشه فیلم آقای نجفی رو که فیلم درباره کودک از ایشون هم دارن میگن، نگاه میکنه، یک فیلم برای کودک هم نگاه میکنه. من به شما میگم شما به عنوان یک داور چه جوری میتونی اینا رو با هم بالانس بکنی؟ بعد به اینا امتیاز بدی، یکیشون بشه اول یکیشون بشه دوم. فیلم‌های برای کودک جداگونه باید داوری بشه، فیلم‌های درباره کودک هم جداگونه و مخصوصا وقتی که داورها از کودک‌ها هم هنوزم داره استفاده و کودک چجوری میتونه فیلمی که درباره خودش مثلا داوری کنه، چون یه نگاه اصلا روانشناسانه و جامعه شناسانه وجود داره. یه سال حالا اینو بگم، یه سال اصفهان برای من سوال بود. گفتم این فیلم‌های درباره کودکو که طیف بچه‌ها رو میاره چون اینا لباساشون مشخصه، مقنعه‌هاشون، لباساشون، پسرای جلیقه‌هاشون مشخصه، معمولاً هم یه سرپرست یا دو سه تا سرپرست دارن، به اینا میگن بچه‌ها ما قراره بریم تو سالن سینما این فیلمو ببینیم اینجوری. یه دفعه از مسئول سینما خواهش کردم، گفتم اجازه بدید من با این بچه‌ها هم که داورای کودک هستن برم یه فیلم برای کودک، یه فیلم درباره کودک رو ببینم. فیلم برای کودک اینا معلوم بود، میگفتم ما به این رأی میدیم، این شاده، این شیرینه، با چقدر خوب بود، به سالن نگاه میکردن. ولی فیلم درباره کودک سرپرستاشون تصمیم میگرفتن، حالا یا مدیر تربیتی بودن، ناظم تربیتی بودن، سرپرست بودن، هر چی بودن، مثلا میگفتن ببینید در این فیلم این پدر برای اینکه بچه‌شو مثلا تربیت بکنه چه کار کرد. این بچه‌ها تو گروه سنی مثلا 11 سال تا 13 سال، 14 سال، 8 سال، 7 ساله درکی نداشتن نسبت به فیلم درباره کودک. بنابراین داوری این حوزه توسط اون بزرگا انجام میشد. حتی اونجا هم گفتم نکنید این کارو، این درسته که شکلی دارید این کارو انجام بدید ولی برنامه‌ریزی غلطیه. فیلم درباره کودک رو بذارین اولیاء مدرسه تصمیم بگیرن، والدین تصمیم بگیرن، امور تربیتی تصمیم بگیره، پدر مادرها اصلا داوری بکنن. یه گروه از پدر مادرها رو بذارین فیلم‌های درباره کودکان و نوجوانان اینا تصمیم گیری بکنن. یادم گنجشکک هشیمشی بود، کار 3 اپیزودی آقای نیکخوا بود. خب این فیلم مخاطبش کودک و نوجوان نبودن، اتفاقا یک 3 اپیزودی خیلی خوبم بود که 3 کارگردانش کردن، آقای نیکخوا بود، آقای غلامرضا رمضانی بود، آقای مسعود کرامتی. 3 فیلم واقعا درجه یک 3 اپیزود ولی درباره کودک. خب اینو بچه‌ها چجوری می‌خواستن داوریش بکنن؟ یه چیز غلطه. این اصلا خلط مبحث شده جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان. شما از اول که میرین شادی و شنگولی و بگو و بخند و دستگل و بچه‌ها و عمو پورنگ و نمیدونم فلان اینا همه هست. بعد یه بخشش می‌بینین، یه بخش عمده‌اش می‌بینین فیلم‌های درباره کودک. اتفاقا داشتم صحبت می‌کردم، گفتم من فیلم 23 نفر آقای مهدی جعفری رو واقعا دوست دارم، چون فیلمیه که به یک مسئله جدی در دوران جنگ پرداخته. سن منم سنیه که من سال‌های جنگ رو به وضوح یادمه و خیلی مصائب سنگین و چیزی بود، عجیب غریبی بود و این فیلمساز واقعا این فیلمو بسیار عالی ساخته و تاثیرگذار. ولی این فیلم مال بچه‌ها نیست. چرا باید بیاد تو جشنواره کودک و بچه‌ها ببینن؟ یه سوالی میکنن، آیا ما فیلمسازان حوزه کودک و نوجوان با حقوق کودک آشنا هستیم یا نه؟ تنبیه بچه درسته یا نه؟ تنبیه جسمی غلطه، تنبیه روحیش بدتره. شما تو سالن تاریک سینما فیلم 23 نفر رو میذارید برای بچهای ابتدایی بیان فیلم ببینن. این تنبیه روحی نیست. برای من بزرگسال اون کار یه کار جذاب درجه‌ای که و بهش آنن من امتیاز میدم. ولی آیا برای بچه‌ها این قطعا شما روی که اگر می‌خواستید برای کودک بسازید حتما آقای جعفری برای کودک نساخته. اگر بخواد برای کودک بسازید یه الزامات دیگه‌ای در نظر. آقای جعفری همین موضوع رو بهتون گفتم، ما وضعیت‌های نمایشیمون محدوده، اما اگه به آقای جعفری میگفتن آقای جعفری این فیلم برای کودکان طیف سنی 12 سال تا مثلا 14 سال یا 8 سال، ایشون مطمئنم فیلمساز بسیار خوبی ان ایشون. شاید اگر می‌خواست تصمیم داشت یا میگفت یا میتونم بسازم یا میگفت نه 23 نفر باید با همین ساختار تولید بشه و اصلا برای بزرگسال. ببینید اینا اون چیزاییه که الان جشنواره کودک و نوجوان رو دچار مشکل کرده که حالا هی وسطش تو بابا یه سال ما اصلا رفتیم جشنواره یک دونه فیلم برای کودک و نوجوان نبود. تمام فیلم‌ها درباره کودک و اتفاقا تلخ
پدر این مرده بود، مادر اون سرطان داشت، این یکی خانواده‌اش رو زیر آوار از دست داده بود، اون یکی پدرش دچار یه سانحه وحشتناک شده بود که نمی‌رسه. بابا ما این بچه‌ها رو می‌خوایم تو سالن سینما زجرشون بدیم. اتفاقاً تنها جایی که تو حوزه سینما هم سینماگر، هم کارشناسی که فیلمنامه رو میخونه، هم داورا، هم متولی سینمای کودک، هم دبیر جشنواره باید با حقوق کودک آشنا باشن، جشنواره کودک نوجوان که نیستن. نظر آقای نجفی با توجه به که فیلمتون درباره کودکی، میخواد نظر شما بدونم موافقید با خانم ترکمانی یا نه؟ ببین دقیقاً این هست. شما توی فیلم ها معمولا همیشه میزنن مثبت 14 مثبت، این یعنی طیف سنی مشخص. فکر کنم جشنواره هم همین اتفاق میفته، یعنی بچه‌هایی که کودکن برای این فیلم‌های دبستانی‌ها رو مثلا برای چیز میبرن، معمولا دبیرستانی‌ها رو میارن برای. خب مثلا با عنوان مثال عرض کنم آقای نجفی، چون چند تا فیلمی که هستن من بعضیاشون رو دیدم، مثلا فیلم چشم بادومی که راجع به یک مسئله‌ایه که حالا این کی‌پاپ و در واقع موسیقی کره‌ای و اینها مثلا ماجراهایی داره که قطعاً این مثبت 18 و مخاطب در واقع جشنواره فیلم کودک هیچ کدوم از اینا مثبت 18 نیستن، کودک و نوجوانه. این چجوری میتونه کنار بقیه باشه؟ چون داره یک معضل و یک مسئله رو میگه که شاید خیلی اصلا دیدن این ماجراها توسط کودک به نظرم خیلی خطرناک میتونه باشه. خب الان هیئت انتخاب نباید زیر سوال برد که چرا اینو پذیرفتین؟ نمیدونم شما دیدید یا نه چشم بادومی، ولی من به شدت فیلم خوبیه. فیلم خوبیه، خیلی فیلم خوبیه، ولی شاید جاش اصلا خوب بودن جداگونه است. خوب بودن جداگونه. ما قرار رو به خوب و بدی اینا صحبت نمی‌کنیم، چون قطعا فیلم‌های خوبیه که انتخاب شدن، یعنی فیلم بعد هیچ موقع که انتخاب نمیشه، چون فیلم اینی که طیف رنج سنی رو برای فیلم ها مشخص کنیم، خب این خود وظایف جشنواره است که باید قطعا نمیدونم، شاید اصلا همچی، من چون نرفتم هنوز ببینم، خیلی سالاست درگیر فجر به قول جشنواره کودک نشدم، حالا به دلیلی چون فیلم قبلی من برای کودک ساختم، فیلمی که سالها توقیف شده و هنوز هم اکران نشد. چرا؟ به دلایل حالا یه سری مسائلی که تهیه کننده هم داشت. نه مسئله فیلم بود یا تهیه کننده بود؟ نه خود توی یه سری جریانات و اتفاقات اخیر دیگه تهیه کننده من آقای برزگر بود دیگه، الانم فیلمشون رفته اسکار دیگه. برزگر که الان خیلی راحت داره کارشون انجام میدن. میگم که حالا سالها نمیدونم تو اون سالها فیلم اینجوری شد که خیلی هم تلاش کرد که فیلمو اکران کنه و بهش چیز پروانه نمایش داشتیم ولی نذاشتن اکران بشه. خب ما اصلا یه دوگانگی فیلم شما اکران نمیشه به خاطر ایشون، بعد ایشون فیلمش میره اسکار. این واقعا نمیدونم، یکی از معادلاتیه که سینما پر از معادلات چند مجهوله است. نمیدونم حالا این پروسه‌ای بود که نمیدونم چرا اینجوری شد و چه اتفاقاتی افتاد. خیلی هم تلاش کردیم و ببین طوری بود حتی گفت که اسم مثلا به ما گفتن که اسم تهیه کنندت باید عوض کنی که اصلا اخلاقی هم درست نبود. کسای برزگر حالت برای اون کار زحمت کشید، کلی کنار من تلاش کرد که من اون فیلمو بسازم. فیلم خوبی شد و جالب اینه که جوایز خوب جشنواره رو هم گرفت، یعنی همون جشنواره کودک و بهترین هم فیلمنامه رو گرفت، هم بهترین فیلمو گرفت، هم کودکمون گرفت. چه سالی آیه نجف؟ سال 98 بود. 98. اسم فیلم چی بود؟ بچه گرگ‌های دره سیب. یعنی یه فیلمیه که کلی هم تحسینش کردن. آیه نجفی یه نکته‌ای که هست، این دوگانگی‌های رفتاری توی مدیران هست، توی خود فیلمسازا هم هست. مثلا حالا ارتباطی نداره، من میخوام بگم که این اتفاق وجود داره. مثلا خدای برزگر میاد از خانه سینما میخواد نامه میزنه که آقا توی این انتخاب اسکار اصلا حضور نداشته باشید و بکشید بیرون و اینها، و بعد انتخاب میشه و فیلمش میره اسکار. میخوام بگم یعنی همه چیز به هم دیگه میاد، از اون انتخاب مسئولین تا در واقع فیلمسازها. یعنی حالا قشنگ گفتی، من همیشه میگم الحمدلله همه چیمون به همه چیمون میگه. این بیشتر برمیگرده به اون نوسانات سیاسی که حالا یه رئیس جمهور میاد یه حرکتی میزنه، همین ثبات مدیریتی که وجود نداره، اون چیزا رو ممیزی‌ها رو برمی‌داره و یه اتفاقات اینا خوب نیست، اینا آسیبه. ببین یه سری فیلمای اونجوری قربانی میشه و الان من مثلا بعد 90 خودم هیچ انگیزه‌ای برای اکران این فیلم ندارم دیگه. یعنی فیلمی که الان سالها من 2 تا فیلم بعد یه خاطی ساختم، این فیلمم الان 2 تا فیلم بعد اون ساختم و اینا چیزایی که مثلا یه بخشش که سینمای کودک بایستی از همین مسئله حمایت می‌کرد، همین فستیوالی که الان پشت این فیلم‌ها وایستاده و اینا رو به قول این جوایز من میگم یه جوری بیشتر عیار فیلم رو انتخاب میکنه، حالا چه فجر چه کودک برای داخل و گیشه. و فیلمی بود و فیلم گرم و خوبی بود، هیچ مسئله چیزی هم نمیتونست خیلی هم اکران درستی داشته باشه
و نمیدونم حالا قسمت اون فیلم اینجوری شد یا الان نگران آدم، مثلا الان به هر تهیه کننده میگم میخوام فیلم کودک بسازم، نزدیک من نمیاد. این اصلا میگه کودک نه، اجتماعی داری، کمدی داری، بردار بیار. همینه، من یه فاصله گرفتم از کودک. الان این کارم که کار دلی خودم بود ساختم، کار بعدی من دیگه کودک نیست، باز دوباره دارم به فکر یه کار اجتماعی هم که برم اونجوری، چون واقعا کودک تو تهش میبینی آدم تهش تو بی انگیزه میشی وقتی که فیلمت بره و اکران نداشته باشه و بازگشت مالی و تهیه کننده دی رغبت نمیکنن بیان و حق هم دارن. یعنی تو هر کس تهیه کننده باشه بینه من تو این سینمای کودک بخوام هزینه کنم، ببین سینمای مستقل کودک ضعیف شده. من اینو میخوام بگم، اگه مثل فیلم‌های اجتماعی ما هر سال 100 خورده فیلم داریم که میاد فجر و حالا تعدادی انتخاب میکنن، ولی تو کودک میبینی مثلا 20 تا فیلم هم نه واقعا همین که میگه. آره چرا تناسبی هم نداره با جشن اینقدر خوب بشه، چون سینمای سالمیه. به نظر من سالی حداقل 80 تا 100 تا فیلم کودک باید که رقابت سنگین، این رقابته وقت تعداد زیاد بشه کیفیت فیلم هم میاد بالا به لحاظ کیفی، چون دیگه اون هیئت انتخابی که فیلم میکنن با سختگیرانه ترین حالت بهترینا رو انتخاب میکنن و به لحاظ کیفی سینمای کودک خود به خود رشد میکنه وقت فیلم زیاد ساخته بشه. بله، و یه جایی که شاید برعکس جاهای دیگه ما همیشه اینجا نقد میکنیم، خیلی از فیلمسازا میان بحث فیلم ارگانی و نهادهایی که فیلم میسازن نقد میکنن. اتفاقا یه جایی که ارگانی باید فیلم ساخته بشه و هزینه داده بشه و بودجهش رو تامین بکنن، همین فیلم کودک، همین چیزی که دهه 60 و 70 داشتیم و بهترین فیلم های ما رو همین فارابی و کانون پرورش فکری و اینهاست. و الان بودجه ها رفته یه جایی که نه مخاطب داره نه گیشه داره، فقط میگن که خب ما یه فیلمی ساختیم استراتژیک هم بود یا مثلا این هدف رو برآورده کرد، در صورتی که کسی هم نمیبینتش. حالا این نکته‌ای که حالا توی فرمایش شما هم بود، ما توی فیلم بزرگسال و فیلم فجر هم اینو داریم که فیلم هایی هستن که مورد تقدیر قرار میگیرن ولی اکران موفقی ندارن و برعکس فیلم هایی که اصلا توی جشنواره حتی حضور هم ندارن و اکران موفق. در مورد کودک هم این ماجرا وجود داره. بله وجود داره. ما تو جشنواره کودک هم همین مسئله رو داریم به دلیل سلایق داوری دیگه. این سلایق داوری باید ببینید چقدر به طیف مخاطب نزدیکه. وقتی سلایق داوری به طیف مخاطب نزدیک نیست این اتفاق میفته. وقتی سلایق داوری به طیف مخاطب نزدیکه، نه این مسئله کمتر اتفاق میفته. ببینید از نوک هرم بگیرید، از اونجایی که فیلمنامه میاد اگر سلیقه کارشناس با مخاطب همگام باشه فیلمنامه درست رو انتخاب میکنه. اگر سلیقه مدیر که میخواد حمایت بکنه با سلیقه مخاطب، ببین این مخاطب شناسی از اون نوک هرم اتفاق میفته. تصویب فیلمنامه، مدیر حامی، تهیه کننده، ساخت فیلم، سینمادار، مخاطب. یعنی این درکه باید از اون بالا باشه، فقط از یک لحظه این اتفاق نمیفته. به همین دلیله که داورا وقتی میان توی جشنواره کودک خیلیاشون میگن وای چقدر فیلم خوبیه، جو درست میکنن، بعد میاد رو پرده سینما و اصلا بچه‌ها اینو دوست ندارن، خوششون نمیاد، چون اونا نوع سلیقه‌شون چیز دیگه ای بوده. نوع سلیقه به شدت تاثیر داره. یا الان ببینید از آقای جعفری سوال میکردم، گفتش که ما میخوایم بیشتر فیلم‌ها رو بر اساس، یعنی حمایت قراره بر اساس فیلم‌های جنگ 12 روزه باشه که چه روزای سختی هم واقعا همه ما داشتیم و کلی خاطره هست برای اون 12 روز. منم مخالف نیستم، منم توی این کشور زندگی کردم، اتفاقا هر 12 روزشو توی خونمون موندم با بچه‌هام، با همسرم، با عروسم، با دامادم، اصلا از تهران نرفتیم بیرون، علیرغم که تو ساختمون ما هیچکی نبود، تو کوچه‌مون هم هیچکی نبود. یعنی از پنجره بیرون نگاه می‌کردیم حتی یه موتوری رد نمی‌شد. گفتم من میمونم تو شهری که دارم زندگی می‌کنم، مصائبش هم میپذیرم. و خیلی داستانا رو از پشت همون پنجره و همون روزایی که با ماشین میرفتیم بیرون بخوایم 15 لیتر بنزین بزنیم یا میدیدم خانواده‌ها چجوریان، بچه‌ها چجوری، همه اینا رو شاید 10 قصه. بعد بنیاد فارابی به من آقای جعفری گفتن که ما قراره یه تعدادی اثر رو حمایت بکنیم در ارتباط به جنگ 12 روزه، اما مطمئنم قصه های سفارشی رو ایشون مد نظر داشتن، نه قصه هایی که ما تو سطح شهر میدیدیم. یکی از بچه‌ها گفتش که مثلا من فیلمنامه نوشتم که اینجوری بوده دادم قبول نکردن. به من گفتن مثلا فیلمنامه‌ای باید بنویسید که مردم تو اون روزا اومده بودن توی بالکناشون و فریاد می‌زدن مرگ بر آمریکا. گفتم والا به خدا من تو تهران زندگی کردم. خب همه فرار کردن. شما کسی نبوده آخه. اون کوچه‌هایی که بودن. کوچه‌هایی که بودن آخه کدوم کوچه‌ها بودن؟ شما تو اون کوچه بودی، شما تو
ببینید شرایط جنگ 12 روزه یک جنگ بسیار فاجعه بار بود. یعنی ما هر لحظه مرگ، نیستی، بمب، ریختن ساختمونا، آمبولانس. جنگه. در دوران جنگ همه وحشت زدن، بچه‌هاشون رو بغلشون بگیرن. من جنگ 8 ساله رم دیدم، دفاع مقدس رو دیدم، اون تونلای در واقع کنده شده، اون پناهگاه‌ها، همه اینا، خیلی چیزا رو حتی تو روزهای نزدیک به جبهه ها من دیدم. ببینید جنگ با خودش وحشت میاره، با خودش. همه خانم امامی نیستن که وقتی اون لحظه میفته شروع کنن در واقع شعار دادن و اون ایستادگی. اولین اتفاقی که میفته که بچه‌مو نجات بدم، جلو شیشه نباشه. واقعیت من یه مادرم، اگر خدای نکرده صدای انفجاری چیزی شنیده به هر مادری حق میدم که اولین کاری که میکنه خانواده به بچه‌شو برداره به یک جایی ببره که اینا در امن و امان باشن. به خصوص ما ایرانی‌ها، عشق و عاطفه‌ای که در بین ما هست. حالا قراره فیلم بسازیم راجع به جنگ 12 روزه، اشکال نداره بسازیم، ولی درستش رو بسازیم. باز نرید سمت آثار سفارشی. بله. ما در مورد حوزه سینمای دفاع مقدسمون چه بلایی سر اون سینما اومد، از بس سفارشی کار شد. الان فیلم دفاع مقدس درجه 1 ساخته میشه. من بسیاری از آثاری که ساخته شده رو دیدم و لذت بردم، ولی رو پرده سینما مردم نمیرن ببینن، چون فکر میکنن یه فیلم سفارشی دوباره ساخته شده. بله. پس ما راجع به جنگ 12 روزمون این کارو نکنیم. ببینید این داستان همین جوری ادامه داره. این که به شما میگم نمیتونم باور کنم که حوزه سینمای کودک بی دلیل به این مرده روی تخت تبدیل شده و قطعا یه سیاست بوده سینمای کودک دیگه نمیخوایم، تعطیلش کنید. یکی از مدیرا به من میگفتش که موچه که کله پاچه نداره دیگه، شما چی شو میخواین دنبالش رو بگیرین؟ ولش کنید، اصلا رهاش کنید. این واقعا این مدیر برای چی باید مدیر باشه؟ اون مدیر همینطوری میره بالاتر و مدیری میشه در سمت‌های بالاتر و تصمیم گیری ارشدتر. ببینید اشکال قضیه اینجاست. من واقعا سوالم اینه، با این برخورد نسبت به حوزه فرهنگ از شما سوال میکنم، از سینما تاثیرگذارتر در جهان داریم؟ نه. الان ادبیات کاملترین نمایشگاه کتاب برگزار میشه. باور کنید در ایام نمایشگاه کودک بچه‌ها رو فقط میبرن خانواده برای تفریح. بله. بپرسین چند تا کتاب فروخته میشه. وقتی تیراژ مثلا 1000 تا 2000 تا حد اکثر تموم شد. نشریه کودک و نوجوان داریم؟ نداریم. یا به طرق مختلف. آیا بچه‌ها بهترین کتابا هم بهشون بدید مثل نسل گذشته تر کتاب میخونن؟ الان از طریق فضای مجازی فقط دنیای تصویر به طرق مختلف و با شیوه‌های مختلف و با اهداف مختلف. خیلی خوب، وقتی این هست روش سرمایه گذاری بکنید، روش برنامه‌ریزی بکنید. هی نیاد ایراد بگیرید چرا بچهای ما اینجوری شدن، چرا این قیافه‌ای ان، چرا این برخوردار رو میکنن. از حوزه سینمای کودک شروع کنید. بله. ولی هنوز سوال میکنم از مدیر فارابی، از مدیر کانون پرورش فکری، از مدیر حوزه هنری، از مدیر صدا و سیما، از شهرداری، همه این جاهایی که به نوعی میگن ما متولی فضای تفریح برای بچه‌ها هستیم، چرا نسبت به این موضوع تا این حد بی‌تفاوتی است؟ یه پاسخ بدید. بله. سوال آخر من اینه که از آقای نجفی و خانم ترکمانی هر دو، این که این جشنواره در واقع فیلم کودک آیا بر سینمای کودک الان واقعا مؤثر هست یا نه؟ به هیچ عنوان. خب اینشون که گفتن جواب. این واقعا باید فیلمی باشه. ببینید درس اینه که قطعا من میگم فستیوال، حالا نه فقط کودک ما، فستیوال ها معمولا برای این میان که عیار فیلمو مشخص کنن. حالا تو بخش داوری، هرچند داوری هم سلیقه باشه، باز فیلمایی میاد که بالاخره من حالا سوال قبلیت هم تو ذهنم موند که گفتین آیا فیلمایی که جایزه میگیره، اتفاقا برعکس من میگم تو این سالا هرچه فیلم جشنواره کودک جایزه گرفته هیچ موقع تو اکران موفق نبوده و هرچه فیلمی که موند جایزه نگرفت و خوب اکران شد. دقیقاً در مورد سینما بزرگسالمون هم همین ماجرا بود. جشنواره دنبال ماست به خانم بورومند فیلماشون رو به جشنواره کودک ندادن. جشنواره کارش میگم فیلمایی که معمولا جایزه میگیرن فیلمایی که بار هنری بالایی دارن به لحاظ نگاه تخصصی. خب فیلم‌های معمولا اکرام میشن فیلمایی که همون بار تفریحی در اصل تنوعیش یه ذره بیشتره دیگه. بالاخره سینمای مثلا سینمای موزیکال یه ذره کمتر به این سمت سویه و اونا بیشتر مصرف داخلی هم دارن، هم فیلمایی که یعنی مصرف بین‌المللی ندارن. این فیلمایی که فستیوالی ان اکثرا خیلی میرن دنیا رو هم میگردن و مسیر خودشون هم پیدا میکنن اونجا. خاطر اینه که حالا توی من میگم هرچه
فیلم متال دیدم مثلا تو راجب کودک ساخته شده یا اکران نشده یا اکران شده موفق مثلا باشو غریبه مگه اکران شد تا الان دارن اکرانش میکنن یا خانه دوست کجاست مگه فروش کرد توی دوری خودش یا فیلم های امیر نادری به قول دونده یا به معمولا اون فیلم ها هیچ موقع توی گیشه به قول اتفاق چیزی براشون نیفتاد ولی فیلم هایی که میرن دنیا رو میچرخن و بهترین اتفاقات برای ایران رقم میزنن در اصل. بسیار خوب. ما واقعا امیدمون اینه که تربیت فرزندانمون اگر به واسطه سینما و فیلم هایی که داخلی باشن و مبتنی بر فرهنگ و در واقع شناسنامه ما باشه، نه چیزی که ما متاسفانه الان شما شبکه نمایش خانگی هم ببینید. من خودم یکی از کارهایی که میکنم، اولین کاری که میکنم این ببینم این اصلا چه جوریه و خیلی ها رو باید حذف بکنم بگم نه اصلا این قابلیت دیدن نداره و متاسفانه این دلیلش اینه که ما تولیدات داخلی مناسبی برای فرزندانمون نداریم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و این برنامه واقعا هدفش اینه که بررسی بکنه و اثر جایی مثل جشنواره فیلم کودک رو بیشتر بکنه که حالا امیدواریم که هفته بعد آقای جعفری بعد از جشنواره هم بیان اینجا باشون صحبت بکنیم و ببینیم چه دستاوردی داشته این جشنواره. ممنون از حضورتون خانم ترکمانی. آقای نجفی خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که برای فیلم خاطی هم یک بار دیگه ان شاءالله بعد از اینکه اکران شد در خدمت شما باشیم. نمیدونم شما فیلمو دیدید فیلم خاطی رو؟ من غیر از بازی‌های خوب و نماهای خیلی درخشانی که داره 2 کاراکتر داره، اونم 2 طول خرسه. اینقدر اینها خوب بازی میکنن، یعنی شما بازی رو میبینید و پشت صحنه این 2 در حال بازی و از درخت اینو میندازه پایین. خیلی این چیزش جذابه. ببینم. آره این خیلی جذابه. علاقه‌مند شدم ببینم. خب خیلی ممنون از حضورتون، ممنون از حضورتون و ممنون از شما که تا این زمان برنامه رو دیدید. برمیگردیم یک بخش دیگه در خدمت شما خواهم بود. سلام عرض می‌کنم. متاسفانه هنوز خبر امیدوار کننده‌ای به دستمون نرسید. روایت یک التهاب نفسگیر ناطور دشت. بابا یه چیزی بپرسم، آدم فروش یعنی چی؟ بابا آدم فروش به کسی میگن که واسه اینکه خودش رو نجات بده بقیه رو خوشگل شدم. مشکل سگ چه عجب از این برا اومد پیش من. گوزن‌های اتوبان، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور. مدام رو در و دیواره. تو مشکلت با زمین چیه علیان؟ یه بار دیگه من اینجور حرف بزنه نمیمونم ها. زن و بچه شب بهت گفتم با این پسرتون برنگرد. چی تو این دور زمان دست و دخترش خودم برو خوشش میاد خودش میاد. حرف اولو چیکار کنم؟ رها کن. به خودت میگی با خودش چند نه؟ مثلا اومده عزاداری، اومده تفریح. برای چی این راه اومدی؟ لاک پشت، فیلمی از بهمن کامیار، پخش مهرگان فیلم. به سینما متروپول خوش اومدین. یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو راحت باش. 9 8 7 8 سینما متروپول همکنون در سینماهای سراسر کشور. من یه مشکل خیلی بزرگ دارم، این که نمیدونم چیه با از کجا اومدم. خیلی غم انگیزمه. یوز کاری از مرکز انیمیشن سوره. In the name of God. من آزارم به یه موچه نرسید. خیلی باهوشی. واسه همین گوشت هم پنتاگون واسه زندت 30 میلیون دلار جایزه گذاشته. 30 میلیون دلار؟ میری پنتاگون اونجا از خود دفاع میکنی. مرد عینکی از چهارشنبه در سینماهای سراسر کشور.
شما دوتا چه غلطی دارین میکنین؟ آقا قصهش درازه. ما بودیم آجی فورس 1900. مؤدب باش عزیزم. من لاتی. جزایر قناری همکنون در سینماهای سراسر کشور. خب بخش پایانی برنامه پلان رو تقدیم شما میکنیم، اما یه نکته‌ای که قبل از اینکه با مصطفی قاسمیان راجع به اخبار و اطلاعات سینمای ایران صحبت بکنیم، به نظرم رسید بگم هفته گذشته که آقای باشه آهنگر مهمان برنامه ما بودن راجع به وضعیت اکران فیلم سینما متروپول صحبت کردن و حالا گلایه‌های جدی داشتن. بعد از برنامه من رفتم سانس‌های سینماها رو نگاه کردم، واقعاً به صورت حداقلی بود این در واقع اکران فیلم و سانس‌های خیلی بی ربط به زمانی که مخاطب داره. یعنی معمولاً ما آخر هفته ها ساعت‌های بعد از ظهر به بعد، ولی در سینماهایی که واقعا شاید مخاطب زیادی نداشته باشن و سانس‌های کم مخاطب داشت فیلم اکران میشد، که به نظرم مسئولین اگر ادعای فضای و کار فرهنگی دارن باید به این موضوع دقت بکنن. خیلی از همین فیلم هایی که در این بخش با هم دیگه دیدیم شاید از لحاظ فرهنگی و حتی اخلاقی با فرهنگ ما خیلی سازگار نباشن، ولی خیلی خوب دارن اکران میشن، خیلی خوب فروش دارن و گیشه خوبی دارن، اما فیلمی مثل سینما متروپول این اتفاق براشون نمیافته. مصطفی قاسمیان سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمته. سلام ارادت خدمت شما آقای فکری، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم. زنده باشین. آقا چه خبر از سینما؟ پیرو همین نکته که الان فهمیدید درباره سینما متروپول، یه نکته اتفاقی همین این هفته افتاد. من بررسی کردم دو فیلم یوز و پیرپسر رو در برابر فیلم مرد عینکی و به شکل جالب توجهی اینجا فیلم مرد عینکی با وجود اینکه در هر سانس تماشاگر کمتری رو به صورت میانگین جذب میکنه به نسبت این دو فیلم دیگه، ولی از سوی سینمادارا سانس های بیشتری بهش داده میشه. 2800 خورده سانس برای مرد عینکی در یک هفته و فقط 2300 سانس برای فیلم یوز، در حالی که متوسط تعداد صندلی فروخته شده این فیلم یوز به نسبت مرد عینکی در هر سانس بیشتره. همین اتفاق برای پیرپسر هم افتاده و اختلاف اونجا خیلی بیشتر، 1200 سانس برای پیرپسر داده شده. به نظرم واقعا سینمادارها روی حساب کمدی بودن فیلم ها حساب میکنن و سانس های خیلی بهتر و بیشتری به این فیلم ها میدن. حتی این سالن ها رو بررسی کنیم میبینیم خیلی از این سالن ها در واقع سالن های بهتر و بزرگتر و با کیفیت تری هستن. بله، به نظر میرسه که متغیر اصلی در واقع سینمادار شده، نه حالا پخش کننده یا حتی خود فیلم، مثل که تو اولویت های بعدی هن و سینمادارها فکر میکنم نقش موثرتری دارن. همینطوره. و فیلم پیرپسر که یه پخشنده همون پخشنده فیلم مرد عینکیه و فیلم یوز هم از پخش حوزه هنری برای که به حال پخش قدرتمندیه برای سینمای حوزه هنری هم هست، ولی باز هم فیلم مرد عینکی است که سینمادارها بهش تمایل نشون میدن و سانس های بیشتری بهش میدن و بهتر اوضاعش از اینجا طبیعتاً به فروشش هم کمک میکنه. بله. خدمتتون هستم. این هفته یه خبر جالب داشتیم درباره ادامه فیلم نهنگ عنبر. قسمت سوم قرار ساخته بشه به شکل جالبی از سه بازیگر اصلی فیلم فقط آقای رضا باقی مونده در سینمامون و بازیگر اصلی خانم ماسوی و خانم افشار رفتن و باید ببینیم واقعا چه کار میخوان بکنن با این باقی مونده. بله. اتفاق جالب دیگه انتخاب فیلم آقای شهرام مکری به عنوان نماینده سینما تاجیکستان برای اسکار از فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید از طرف تاجیکستان انتخاب شد برای اسکار. رکورد و شکسته دیگه. امسال ما 3 فیلمساز ایرانی داریم که از کشورهای مختلف غیر از ایران به اسکار معرفی شدن. آقای علی زرنگاه با علت نامعلوم که به اسکار میرن، آقای شهرام مکری هم هستن، آقای خاتمی علیرضا خاتمی از کانادا و آقای جعفربندی از فرانسه هم دارن میرن. ما همچین چیزی نداشتیم اصلا. این نشان دهنده استعداد سینما ایران و سینماگران ایرانیه، خصوصا اینکه 2 فیلمسازهای جوانی هستن و فیلم‌های اولشون مثلا اینکه ما اولین فیلم‌هاشون هست. تو سینما مثلا یه لژیونر داریم دیگه، مثل فوتبال که لژیونر داریم، تو سینما هم گویا این اتفاق داره میفته.
بله همینطوره. خصوصا آقای شهرام مکری به حال از رانت سیاسی بودن ایشون بهره نمیبرن خلاف آقای جعفر پناهی و صرفاً به خاطر زبان خاص سینماییشون که در جشنواره‌های جهانی خیلی متوجه قرار میگیره، توجه سینماگرها در تمام جهان واقعا جلب میکنه و شناخته شده هستن ایشون. نمیخوام مقایسه‌ای بکنم، شاید شبیه به اون چیزی که در واقع شناختی که از آقای عباس کیارستمی در جهان وجود داشت، شاید تا حدی شبیه به اون آقای شهرام مکری در واقع به اون حدی از اعتبار رسیده. یه شایعه مطرح شده بود که بحث پیر پسر هم دنبالش هستن که از این کشور دیگه به خیلی ماجرا عجیبی بود. بله آقای حنیف سروری تهیه‌کننده مشترک فیلم اعلام کرده بود فیلم رو از طرف کانادا بفرستیم چون کارگردان فیلم تابعیت کانادا داره. خب حالا کارگردان تابعیت کانادا به حال مسئول مشترک نبوده فیلم و خب این جای تعجب داره و بیشتر از اون اینه که کانادا یک ماه قبل اول شهریور فیلم آقای علیرضا خاتمی رو اونم یه فیلمساز ایرانی از معرفی کردیم به اسکار و ماجرا تموم شده. حالا آقای حنیف سروری میگن که ما تازه میخوایم بفرستیم اکران بکنیم در کانادا و به عنوان نماینده کانادا بفرستیم. خیلی عجیب غریب بود و جالب بود. این هفته هم شد که جشنواره جهانی فیلم فصل که تصویری تفکیک شده قرار، یعنی ممکنه در شیراز برگزار بشه. خبر جالبیه به حال در راستای تمرکز زدایی به نظر اتفاق خوبیه. اما نکته عجیبش نحوه اعلامش بود. آقای روح‌الله حسینی دبیر جشنواره در حال این خبر رو اعلام کرد که اساساً یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده بود. معمولا وقتی مذاکره به نتیجه نمیرسه و اعلام میکنن که ما در فرایند بررسی و مذاکره هستیم، وقتیه که خبرنگارا زنگ میزنن و از دبیر یا اون فرد مدیر میپرسن و میگه که حالا ما داریم یه کارهای انجام میدیم هنوز به نتیجه نرسیده که اعلام بکنیم. این دفعه ابتدایی ساکن خود سازمان سینمایی اعلام کرده بود که داریم این کار انجام میدیم. خب عجیب بود که هنوز فرآیند به پایان نرسیده و ممکنه اتفاق قطعی نشه ولی اعلام کردن. این هفته بازم یه خبر مدیریتی دیگه داریم از سینما. آقای میثم زندی از سرپرستی اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش رفت. خب این یکی از مسئولیت‌های کلیدی تقریبا سینما در حوزه اکران محسوب میشه. شورای پروانه نمایش مجموعه در واقع ایشون تشکیل میشه و اتفاق جالب توجهی بود. به هر حال ایشون خیلی حاشیه‌ای در این مدت نداشت. حتی اون 7 فیلمی هم که توقیفی بودن، رفع توقیف شده بودن و نمایش داده شده بودن، غیر از پیرپسر تقریبا هیچ فیلمش با حاشیه مهمی به نمایش در نیامده بود. اتفاق عجیب بود. کارنامه‌اش به نظرم کارنامه تقریبا مثبتی بود با 7-8 فیلم توقیفی که نمایش داده شده. حتی بعضیشون پروانه نمایش داشتن. خب میدونیم که به هر حال پروانه نمایش داشتن پروانه نمایش ضمانت اکران نیست. اصلا سینمایی خیلی وقتا جلوی اکران رو میگیره. اتفاق به نسبت حالا میشه گفت عجیبی هم بود. باید ببینیم که حضور آقای مجتبی بهزادیان چه اتفاق میفته. از امروز 2 فیلم جدید به نمایش در اومده در سینما. حرکت آخر ساخته جدید آقای شهاب حسینی، بله، این بارم در آمریکا در کمپانی سبسکای خودشون بازم با فیلمسازای در واقع با سینماگرای آمریکایی همکاری کردن و چند ایرانی حضور دارن. ایشون اینجا کارگردانی تهیه کنندگی دارن و یه فیلم دیگه لیپار از جمله فیلم‌های باقی مونده از جشنواره‌های گذشته که در جشنواره فکر کنم نمایش داده نشد، از جمله فیلمایی بود که وارد جشنواره نشد، یعنی وضعیت بالاخره خیلی مناسبی نداشت. اتفاق جالب این که خب فیلم لیپار در سیستان بلوچستان ساخته شده، یکی از سگانه بلوچستانی آقای حسین ریگی کارگردان بلوچه و جالب این که فقط در شهر در استان سیستان بلوچستان در شهر سروان، چابهار و زاهدان اکران داره و در هفته اول در هیچ سینمایی در هیچ استان دیگه نمایش داده نشده. حتی سرگروهش سینما فرهنگ تهرانه، در سینما فرهنگ تهران هیچ سانسی نداره. فیلم سرگروهش هم در هفته اول هیچ سانسی نداره. خیلی عجیب غریبه. اطلاع رسانی هم خیلی نشده اصلا. باز فیلم آقای شهاب حسینی حتی خبر و پوستر و اینا در فضای مجاز فیلم لیپار کاملا بی سر و صدا اکران شده. ما اکران محدود در یک استان برای مثلا فرض کنید فیلم درخت گردو داشتیم که برای به دست آوردن شرایط اسکار، ولی حالا اینجا شرایط اسکار هم خیلی عجیب غریبه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ آیا بعد از در هفته آینده بخره به ناوگان اکران در سراسر کشور اضافه میشه؟ نه، اینم باید بررسی کنیم. این هفته
فیلم قسطنطنیه حضور جدید آقای پژمان جمشیدی با همکاری آقای حضور جدید و تکراری البته آقای پژمان جمشیدی به نمایش در اومد و هفته اول اکرانش تموم شد با 137,000 تماشاگر در کل هفته. یا آمار نسبتاً ضعیف رو به جا گذاشت به نسبت خیلی از فیلم‌های کمدی 2-3 سال اخیر. من داشتم بررسی می‌کردم فیلم‌های کمدی که 200 میلیاردی شدن در 2-3 سال اخیر. آمار 3 روز اول، نه هفته اول، آمار 3 روز اول این فیلم‌ها عموماً از فیلم قسطنطنیه بالاتره. یعنی کم از بفرمایید پارسال ما فیلم مست عشق رو داشتیم که 4مین استطاعه بزرگ سال رو داشت و اونجا 213,000 تماشاگر رفته بودن فقط در 3 روز اول. بله. و حالا اینجا در یک هفته اول فقط 137,000 تماشاگر برای فیلم کمدی که در ادامه شکست‌های سینمای کمدی در سال جدیده. به نظر مثل دیگه حالا احتمالاً قیمت بلیط یا هر عامل دیگه‌ای فعلا دیگه تماشاگر حتی به سینمای کمدی هم تمایل نشون نمیده. قسطنطنیه هم اکران خوبی رو شروع نکرده و بعید میدونم دیگه حالا از 120 میلیارد رد بشه با این وضعیت. واقعا باید به مخاطبم حق بدیم دیگه آقای قاسمیان، این که باید بین پژمان جمشیدی تو فیلم‌های مختلف انتخاب بکنیم. بگه که خب مثلا سانس ساعت 3 پژمان جمشیدی رو بریم یا 5 رو بریم یا 7 بریم، یه فرقی هم نمی‌کنه. تقریبا چهره و بازیش هم که تو همه فیلم‌ها یکیه. قاعدتا خیلی دیگه این تکراره به مذاق مخاطب خوش نمیاد. بله همینطور. اون صدای گرفته‌اش من صدای پژمان جمشیدی در میاد. بس دیالوگ گفت. این هفته فیلم مرد عینکی در آخر هفته که میاد، یعنی فردا فیلم مرد عینکی با وجود اینکه 15 میلیارد تومان از پیرپسر کمتر فروخته به مرز 2 میلیون تماشاگر میرسه و از مثلا عبور میکنه به عنوان پرمخاطب ترین فیلم سال، یعنی رکورد پرمخاطب ترین پرتماشاگر ترین فیلم رو میشکنه در سال 1404. اما رکورد فروش هنوز 15 میلیارد فاصله داره. این اختلاف جالب هم به خاطر اینه که عموما در شهرستان‌ها سینماها یه خورده کیفیتشون پایین‌تره، قیمت بلیطشون ارزون‌تره و تماشاگران شهرستانی بیشتر تمایل دارن به فیلم‌های کمدی، فیلم‌های درام بیشتر از تهران یا شهرهای بزرگتر نمایش داده میشه و میانگین قیمت بلیطشون بالاتر. این اتفاق جالب توجهی. فیلم یوز هم که این هفته نمایش داده شد و هفته اول اکرانش رو گذروند، یه اتفاق جالبی در این فیلم هست. این صحبت هوشمندی داره شخصیت یوز که دقیقاً آقای سامان مظلومی دوبلور سینما و تلویزیون دوبله کرده این شخصیت رو. دقیقاً به همون سبکی حرف میزنه که همین 1-2 هفته پیش برای سریال آرزوهای چپکی اونجا شخصیت ماشین عمو پورنگ رو صحبت میگه. دقیقاً با همون شکل، با همون صدا، با اون صدای رباتی دوبله کرده و برای خیلی از تماشاگرها آشنا بود. اونجا در سالن دیدم که بعضی تماشاگرها گفتن که این ماشین عمو پورنگ داره حرف میزنه و شخصیت اصلی که خب یه پلنگ چاق و اینها و اونم شبیه پاندای کنفوکاره. بازم دوبله آقای حامد عزیزی که دوبله معروف کنفو پاندا رو انجام داده. الان فکر می‌کنین که خود از نظر دوبله فکر می‌کنین این اتفاق انتخاب بوده؟ یعنی گفتن خب ما از یک فرصتی که مخاطب باشه همزاد پنداری داره و یه شناختی داره از اون استفاده کنیم، یا نه این تصادفاً بوده یا دلیل دیگه‌ای داشته؟ به نظرت کدومشونه؟ حقیقتش درباره آقای حامد عزیزی و شخصیت اصلی یوز فکر می‌کنم انتخاب بوده. برای این صدایی که ایشون برای پاندای کنفوکار ارائه میکنه خیلی رو شخصیت چسبیده و این شخصیت هم اتفاقاً به خاطر چالش‌هایی میشه در طول فیلم در یوز رو عرض میکنن. بله. احتمالاً این یکی انتخاب بوده ولی اون یکی رو حقیقتاً نمیدونم، واقعاً نمیدونم چه اتفاقی صورت گرفته. این هفته ممنون ازت، خیلی پرپیمون و پربار بود امشب اخبار و اطلاعات و تا هفته دیگه که باز در خدمت باشیم با ازت خداحافظی میکنم. خواهش می‌کنم سلامت باشید، شبتون زنده باشید و ممنون از شما مخاطبین عزیز برنامه پلان که رسانه تصویری آن رو دنبال میکنید. تا هفته بعد که باز در خدمت شما باشم، شب بخیر و خدا نگهدار.